خوشخبری لوقا باب 1. محترم تئوفیلوس، بسیار کسان از روی نقل‌هایی که شاهدان و خدمتچیان اولین خوشخبر به ما رسانیدند با ترتیب نوشتن واقعه‌ها را سر کردند که در بین ما روی داده بودند. از این رو من هم این واقعه‌ها را از اول با دقت آموخته لازم دانستم که آنها را با ترتیب به شما بنویسم تا درست بودن تعلیمات را که در آن تربیت یافته اید بدانید. در زمان حکمرانی هرودوس، پادشاه سرزمین یهودیه، کاهن زندگی میکرد که از اولاد ابیای کاهن بود. وی زکریا نام داشت و زنش الیشبع از اولاد هارون کاهن بود. این زن و شوهر در نظر خدا راستکار بودند و تمام فرمان و قانونهای خداوند را پره اجرا میکردند. آنها یگان فرزند نداشتند چون که الیشبع زن نازای بود. غیر از این هر دویشان الکی پیر شده بودند. وقتی که نوبت خدمت به گروه زکریا رسید، او همچون کاهن در پیش خدا مشغول اجرای وظیفه اش شد. موافق رسم کاهنان برای معین کردن کسی که به معبد خداوند در آمده خوشبویی ها را می سوزاند قرعه می پرداختند. قرعه به نام زکریا افتید. وقتی که زکریا مشغول سوزاندن خوشبویی بود، تمام مردم در بیرون ایستاده دعا می کردند. آن وقت فرشته خداوند به زکریا ظاهر شده در طرف راست قربانگاه که در آنجا خوشبویی ها می سوزانیدند ایستاد. همین که زکریا او را دید هراسان شد و وجودش را واهمه زیر کرد. اما فرشته به او گفت: ای زکریا، نترس، دعایت به درگاه خدا قبول شد. همسرت الیشبع پسر تولد می کند و تو او را یحیی نام خواهی گذاشت. شادی و خرسندی نصیبت می گردد و تولد این کودک باعث خوشنودی بسیاری ها می شود، زیرا او در نظر خداوند بزرگ خواهد شد. او باید هیچ وقت شراب و می ننوشد. وقتی که کودک هنوز در بطن مادرش است، قدرت روح القدس یعنی قدرت روح خدا با او خواهد بود. او از بین خلق اسرائیل بسیار کسان را به سوی خداوند خدای آنها برمیگرداند. وی هم مثل الیاس پیغمبر در روح و قدرت پیشاپیش خداوند قدم میزند تا که دلهای پدران را به فرزندانشان نزدیک کرده سرکشان را به حکمت نیکوکاران آرد و با این راه برای خداوند خلق را تیار کند. زکریا از فرشته پرسید: از کجا می فهمم که این اجرا می شود؟ آخر من و زنم پیر شده ایم. فرشته به او جواب داد: من جبرائیل هستم و در حضور خدا می ایستم. او مرا فرستاد تا که با تو گپ زده این خبری خوش را به تو برسانم. ولی چون به سخنانم که در وقت معین شده اجرا خواهند شد باور نکردی، حالا گنگ می شوی و تا آن روزی که همه گفته هایم به عمل نآیند سخنی گفته نمی توانی. مردمی که انتظار زکریا بودند حیران شدند که چرا او از معبد خدا نبرآمده ایستاده است. هنگامی که زکریا بیرون آمد او گپ زدن نمی توانست و آنها فهمیدند که در معبد خدا به وی چیزی عیان شده است. او گنگ شده بود. از این سبب با آدمان با ایما و اشاره گپ می زد. همین که وقت خدمت زکریا به آخر رسید وی به خانه‌اش برگشت. بعد از این زن وی الیشبع حامله دار شد و 5 ماه از خانه نبرآمد. الیشبع گفت: این کار خداوند است. او به من نظر کرد و شرمندگی مرا از میان مردم برداشت. در ماه 6 حامله‌داری الیشبع خدا فرشته جبرائیل را به شهر ناصره ولایت جلیل فرستاد.
او به نزد مریم نام دختری آمد. مریم نامزد یوسف، یک مرد از اولاد شاه داوود بود. فرشته پیش مریم آمده گفت: سلام ای پسندیده خدا، خداوند با توست. مریم از این سخنان فرشته سخت در حیرت افتاده خود به خود فکر میکرد که معنای این سلام چی باشد. فرشته باشد به او گفت: نترس مریم، زیرا تو به خدا پسند آمدی. تو حامله دار شده پسر تولد میکنی و نامش را عیسی میگذاری. او بزرگ میگردد و پسر خدای تعالی خوانده می شود. خداوند خدا تخت اجدادش داوود را به او می دهد. او تا ابد بر خلق یعقوب حکمرانی می کند و پادشاهیش هیچگاه به آخر نمی رسد. مریم به فرشته گفت: من چطور حامله دار می شوم که هنوز دختر هستم؟ فرشته به او جواب داد: روح القدس وجودت را فرا می گیرد و قدرت خدای تعالی در تو عمل می کند. از این سبب آن کودکی که تو تولد می کنی مقدس و پسر خدا نامیده خواهد شد. آخر خویش تو الیشبه هم که هرچند او را نازای می شماریدند در پیرانسالی پسردار می گردد و الکی ماه ششمی حامله داریش است. برای خدا هیچ چیزی غیر امکان نیست. مریم گفت: من بنده خداوند هستم و بگذار هر چیزی که گفتید اجرا شود. سپس فرشته از پیش او رفت. بعد از این مریم با شتاب به شهری که در کوهستان یهودیه واقع بود روانه شد. وقتی که به آنجا رسید به خانه زکریا در آمده با الیشبه سلام کرد. چون الیشبه سلام مریم را شنید طفل در بطنش به جنبش آمد و الیشبه از روح القدس پر شده با آواز بلند خطاب نمود: تو از بین همه زنان دنیا بیشتر برکت یافته ای و آن کودکی که در بطن داری برکت یافته است. من کیستم که مادر خواجه‌ام به دیدنم آمده است. نگاه کن، همین که سلامی تو به گوشم رسید از شادی کودک در بطنم به جنبش آمد. خوشبخت هستی تو که به اجرا شدن گفته های خداوند باور کردی. مریم گفت: جان من خداوند را ستایش می کند و روحم از خدای نجات دهنده هم شاد است، چون که خدا به من بر این کنیز ناچیزش نظر کرده است. بعد از این همه نسل ها مرا خوشبخت خواهند خواند، زیرا خدای پرقدرت که نامش مقدس است برایم کارهای بزرگی کرده است. او نسل به نسل رحم و شفقت خود را به کسانی نشان می دهد که خدا ترس هستند. او کارهای بزرگ نشان داد و آنهایی را که دلشان مغرور بود به هر سو پریشان ساخت. حاکمان را از تختهایشان به زیر افکند، ولی آدمان خاکسار را سربلند کرد. گرسنگان را از ناز و نعمتهایش سیر نموده ثروتمندان را با دست خالی راند. به خاطر رحم و شفقتش همان طوری که به اجدادان ما یعنی به ابراهیم و اولاد او تا ابد وعده داده بود و بنده خود اسرائیل یاری رساند. مریم قریب 3 ماه در نزد الیشبه ماند و بعد به خانه خود برگشت. وقتی تولد کردن الیشبه فرا رسید و او پسری به دنیا آورد، همسایه ها و خویشاوندانش فهمیدند که خداوند در حق وی رحم بزرگی کرده است و به شادی او شریک شدند. وقتی که کودک 8 روزه شد، همه آنها جمع شدند تا در روز ختنه کودک اشتراک کنند و خواستند او را مانند پدرش زکریا نام گذارند. ولی مادرش گفت: نه، نام او یحیی می شود. آنها به او گفتند: آخر در بین خویشانت هیچ کس این خیل نام ندارد.
بعد با ایما و اشاره از زکریا پرسیدند که او کودک را چی نام ماندن می خواهد. وی تختچه را طلب کرده بر روی آن نوشت نام او یحیی است و همه حیران شدند. همین وقت زبان زکریا گشاده شد و او به گپ در آمده خدا را حمد و ثنا خواند. همه همسایه ها به ترس افتادند و این واقعه ها را در سر تا سر کوهستان یهودیه نقل می کردند. آنهایی که نقلشان را می شنیدند در دل خود چنین می گفتند این کودک کی می شده باشد؟ زیرا معلوم بود که قوت خداوند بر این کودک بود. پدری کودک زکریا از روح القدس پر شد و پیشگویی کرده چنین گفت حمد و ثنا به خداوند خدای اسرائیل، زیرا او به یاری خلق خود آمده آن را آزاد کرد. او برای ما از اولاد بندش داوود نجات دهنده پرقدرت را پیدا کرد، چون از قدیم با زبان پیغمبران مقدس خود گفته بود که ما را از دشمنانمان و از دست همه آنهایی که ما را بد می بینند نجات می دهد. همین طور او از روی وعده‌ای که به اجدادانمان داده بود به ما رحم و شفقت نشان داد. این چنین او آن عهد و پیمان مقدس خود را از خاطر نبرآورد که به بابا کلان ما ابراهیم بسته قسم داد که ما را از دست دشمنانمان رها می دهد تا که تمام عمرمان بی ترس و هراس در پاکی و نیکوکاری با او خدمت کرده توانیم. پس تو ای فرزند پیغمبر خدای تعالی نامیده می شوی، چون که برای تیار کردن راه خداوند پیشا پیش او قدم می زنی و به خلق او می فهمانی که به واسطه بخشیده شدن گناه هایشان آنها نجات می یابند. زیرا از رحم و شفقت خدای ما آفتاب صبحگاهی از آسمان بر ما نورافشانی می کند تا بر کسانی که در تاریکی و سایه مرگ می شینند روشنی کند و قدمهای ما را به راه صلح و آسایشتگی هدایت نماید. کودک باشد کلان شده روحش قوی می گشت و تا روزی به خلق اسرائیل ظاهر گردیدنش در بیابان زندگی می کرد. باب 2. در آن زمان شاهنشاه اوگوستوس فرمان برآورد که در سراسر شاهنشاهی سرشماری اهالی گذرانیده شود. وقتی که این سرشماری گذرانیده می شد، کورینیوس حاکم سوریه بود. هر کس برای به قید گرفتن نامش باید به شهر خود می رفت. از بس که یوسف از نسل شاه داوود بود، او نیز از شهر ناصره ولایت جلیل به شهر بیت لحم سرزمین یهودیه رفت، زیرا این شهر زادگاه شاه داوود بود. او نامزدش مریم را که همان وقت حامله‌دار بود با خود برد تا که نام او هم به قید گرفته شود. هنگامی که آنها در بیت لحم بودند، وقتی تولد کودک فرا رسید، مریم پسری کلانیش را تولد کرد و لوله پیچ نموده در آخر خواباند، چون که در مهمانخانه برای آنها جای یافت نشد. در دشت‌های اطراف آن شهر چوپانانی بودند که شبانه رمه خود را پاسبانی می کردند. فرشته خداوند بر آنها ظاهر گردید و نور خداوند در اطرافشان درخشید. چوپانها سخت ترسیدند، اما فرشته به آنها گفت: نترسید، من به شما خوشخبری را آوردم که تمام مردم از آن خیلی شاد می گردند. امروز برای شما در شهر شاه داوود نجات دهنده به دنیا آمد که او مسیح و خداوند است.
با شما همین علامت می شود که طفل لولپیچ شده را در آخر خوابانده شده می یابید. ناگهان با آن فرشته در آسمان هزارها فرشتگان دیگر پیدا شدند که خدا را حمد و ثنا خوانده می گفتند: بگذار نام خدا در آسمان ها شهرت و جلال یابد و در روی زمین در بین آنهایی که پسندیده او هستند صلح و آسایشتگی باشد. بعد فرشتگان از نزد آنها دور شده در آسمان ناپدید گشتند و چوپانان به یکدیگر می گفتند: بیایید به بیت لحم برویم و آن حادثه روی داده را که خداوند به واسطه فرشته به ما رساند ببینیم. آنها با شتاب رفته مریم و یوسف و آن کودک را که در آخر خوابیده بود یافتند. چون آن کودک را دیدند، آن چیزی را که درباره‌اش شنیده بودند به همه نقل کردند. همه شنوندگان از نقل چوپانها حیران شدند، ولی مریم چیزی شنیده‌اش را در دل نگاه داشته درباره‌اش اندیشه می‌کرد. چوپانها برگشته برای چیزهای شنیده و دیده‌شان خدا را ستایش نموده با او حمد و ثنا می‌خواندند، زیرا همه آن چیزی که به آنها گفته شده بود اجرا شد. بعد از 8 روز وقتی ختنه کودک فرا رسید و او را عیسی نامیدند. این نام را فرشته هنوز پیش از پیدا شدن او در بطن مادرش داده بود. همین که وقتی پاکشوی آنها که موافق شریعت موسی بود فرا رسید، یوسف و مریم کودک را به اورشلیم آوردند تا که به خداوند پیشکش نمایند. زیرا در شریعت خداوند نوشته شده است: هر پسری اولین باید به خدا بخشیده شود. آنها این چنین برای آن آمدند که از روی شریعت یک جفت موسیچه و یا 2 چوجه کبوتر را قربانی کنند. در شهر اورشلیم شمعون نام مرد زندگی میکرد که خدا ترس و نیکوکار بود و زمان نجات یافتن خلق اسرائیل را انتظار بود. روح القدس با شمعون بود و به شمعون گفته بود: تا مسیح خداوند یعنی تعیین شده او را نبینی نمی میری. با راهنمایی روح القدس شمعون به معبد خدا رفت. خود همان روز پدر و مادر عیسی هم کودک را برای اجرا نمودن مراسم شریعت به آنجا آوردند. شمعون کودک را به آغوش گرفت و خدا را حمد و ثنا خوانده گفت: ای خداوند، تو وعدت را اجرا کردی. من بنده‌ات هستم و اکنون از این دنیا خاطر جمع می روم، زیرا چشمانم نجات تو را دیدند. تو آن را در حضور همه خلقها مهیا کردی. او نور است که تو را به غیر یهودیان آشکار می کند و به خلق اسرائیلت شهرت و جلال می آورد. پدر و مادر عیسی از چنین سخنان درباره کودک حیران شدند. شمعون به آنها دعای نیک داده به مریم مادر عیسی گفت: این کودک باعث یا افتادن یا برخاستن بسیار از اسرائیلیان تعیین شده است. او علامت از خدا می شود که بر ضد او سخن خواهند گفت، تا که فکرهای دل بسیاری ها آشکار شود. غم همچون شمشیر دل تو را نیز پاره می کند. در معبد خدا حنا نام پیغمبر زنی بود که پدرش فنوئیل نام داشت. او از قبیله آشر بود. حنا خیلی پیر شده بود. وی بعد از به شوهر برآمدن همگی 7 سال با همسرش زندگی کرده بود. این زنی 84 ساله که بیوه مانده بود هیچ وقت از معبد خدا نمی رفت و شب و روز با دعا و روزه خدمت و عبادت می کرد. وی نیز خودی همان لحظه پیش آمد و خدا را شکرگویان به همه آنهایی که انتظار آزاد شدن اورشلیم بودند درباره این کودک گپ زد. بعد از آنکه یوسف و مریم همه کارها را از روی شریعت خداوند اجرا کردند، به شهر خود ناصره جلیل برگشتند.
کودک کلان شده قوی می گشت و با حکمت می شد. او پسندیده خدا بود. هر سال پدر و مادر عیسی برای جشن گرفتن عید نجات به اورشلیم می رفتند. وقتی که عیسی 12 ساله شد، آنها از روی عرف و عادت به آنجا رفتند. بعد از آنکه روزهای عید به آخر رسید، آنها به شهر خود روانه شدند، ولی عیسی نورس در اورشلیم ماند. پدر و مادرش از این بیخبر بودند. آنها گمان داشتند که او همراه دیگران روانه است و تمام روز سفرشان را دوام دادند. دیرتر او را در میان دوستان و خویشان خود جستجو کردند و چون نیافتند به اورشلیم برای جستجویش برگشتند. بعد از 3 روز او را در معبد خدا یافتند که در بین معلمان نشسته سخنانشان را گوش میکرد و با آنها سوال میداد. همه شنوندگان از دانایی و جوابهایش در حیرت ماندند. پدر و مادرش او را دیده حیران شدند و مریم از او پرسید: پسرم، چرا با ما چنین رفتار کردی؟ من و پدرت سخت خواطر شده تو را جستجو کردیم. عیسی گفت: چرا مرا جستجو کردید؟ مگر شما نمی دانستید که من باید در خانه پدرم باشم؟ ولی آنها معنای سخنان او را نفهمیدند. او با پدر و مادرش به ناصره برگشت و با آنها اطاعت می کرد. مریم باشد همه این را در دل نگاه می داشت. عیسی در برابری بوای رسیدنش در حکمت هم بزرگ می شد و تا رفت بیشتر پسندیده خدا و مردم می گشت. باب 3. در زمان سرکاهن بودن حانان و قیافا از جانب خدا به یحیای پسر زکریا در بیابان پیغام می رسید. این واقعه در سال 15 حکمرانی شاهنشاه تیبریوس روی داد. در آن ایام پانتیوس پیلاتوس حاکم یهودیه و هرودوس حاکم جلیل بودند. برادر هرودوس فیلیپوس باشد در سرزمین ایتوریه و تراخونیتیس حکمرانی میکرد و لیسانیوس حاکم ابیلین بود. یحیی تمام ناحیه های اطراف دریای اردن را طی نموده مردم را نصیحت میکرد. او با آنها می گفت که برای بخشیده شدن گناه هایشان باید توبه کرده از گناه دست کشند و در آب تعمید بگیرند که رمزی شسته شدن گناه ها می باشد، چنانه که در کتاب اشعیا پیغمبر درباره وی نوشته شده است: کسی در بیابان فریاد زده می گوید برای خداوند راه را تیار کنید و آن را راست نمایید. بگذار هر وادی بلند شود، هر کوه و تپه به همواری مبدل گردد. بگذار راه‌های کج راست شوند و راه‌های پست و بلند هموار. آنگاه هر یک جان زنده نجات خدا را می بیند. مردم زیاد نزد یحیی می آمدند تا از دست او تعمید بگیرند و او با آنها می گفت: ای مارزادگان، کی شما را آگاه کرد که از جزای در پیش ایستاده گریخته می توانید؟ توبه کنید و ثمر آورید که توبه شما را نشان دهد. اصلا فکر نکنید که به سبب از نسل ابراهیم بودنتان جزا نمی بینید، زیرا به شما می گویم که خدا از این سنگ ها برای ابراهیم نسل به وجود آورده می تواند. تبر الکی بر ریشه درختان گذاشته شده است و هر درختی که ثمری خوب نمی آورد بریده به آتش پرتافته می شود. مردم از او می پرسیدند:
پس ما چی کار کنیم؟ یحیی جواب داد: کسی 2 کرته دارد، 1 تایش را به کسی دهد که کرته ندارد، و هر کس که خوراک دارد نیز چنین کند. اندازگیران هم که برای تعمید گرفتن آمده بودند از او پرسیدند: استاد، ما چی کار کنیم؟ با آنها گفت: بیشتر از آن اندازه که برایتان مقرر کرده شده است از مردم نستانید. سربازان نیز از او پرسیدند: پس ما چی کار کنیم؟ یحیی گفت: کسی را با زوری و تهمت ناحق غارت نکنید و به معاش خود قناعت نمایید. مردم انتظار آمدن مسیح یعنی تعیین شده خدا بودند و بعد از شنیدن گفته های یحیی به خود گفتند که شاید یحیی مسیح است. یحیی باشد با آنها گفت: من شما را با آب تعمید می دهم، ولی از من تواناتر می آید که شما را با روح القدس و آتش تعمید می دهد. من حتی سزاوار کشادن بند پایافزال او نیستم. در دست او برای باد دادن گندم 3 شاخه تیار است تا که خرمن خود را تازه کرده گندم را در انبارش جمع کند، ولی که را در آتش خاموش نشونده سوزاند. همین طور یحیی با نصیحت‌های زیاد خوشخبر را به مردم می رساند. یحیی حاکم هرودس را هم برای آنکه همسری برادر خودش هرودیه را به زنی گرفته بود و برای همه کارهای بدش سرزنش میکرد. هرودس باشد بر ضمن همه کرداری بدش باز یحیی را به زندان انداخت. اینک وقتی که همه مردم تعمید می گرفتند، عیسی نیز تعمید گرفت. هنگامی که او دعا کرده ایستاده بود، آسمان گشاده شد و روح القدس در شکل کبوتر بالای او فرآمد. آنگاه صدای از آسمان برآمد: تو پسری عزیز من هستی و من از تو خیلی خوشنودم. وقتی که عیسی خدمت خود را سر کرد تقریباً 30 ساله بود و همه گمان میکردند که او پسر یوسف است. یوسف باشد پسر ایلی، ایلی پسر متات، متات پسر لیوی، لیوی پسر ملکی، ملکی پسر ینی، ینی پسر یوسف، یوسف پسر متیتیا، متیتیا پسر آموس، آموس پسر نهوم، نهوم پسر حسلی، حسلی پسر نجی، نجی پسر مهد، مهد پسر متیتیا، متیتیا پسر شمعی، شمعی پسر یوسف، یوسف پسر یهودا، یهودا پسر یوحنان، یوحنان پسر ریشا، ریشا پسر زروبابیل، زروبابیل پسر شعلتیل، شعلتیل پسر نیری، نیری پسر ملکی، ملکی پسر عدی، عدی پسر قسام، قسام پسر المدام، المدام پسر ار پسر یوسی، یوسی پسر الیعزر، الیعزر پسر یوریم، یوریم پسر متات، متات پسر لیوی، لیوی پسر شمعون، شمعون پسر یهودا، یهودا پسر یوسف، یوسف پسر یونام، یونام پسر الیاقیم، الیاقیم پسر ملیا، ملیا پسر مینا، مینا پسر متتا، متتا پسر ناتان، ناتان پسر داوود، داوود پسر ایشای، ایشای پسر عبید، عبید پسر بوعز، بوعز پسر سلمون، سلمون پسر نحشون، نحشون پسر امیناداب، امیناداب پسر ادمین، ادمین پسر هارنی، هارنی پسر حسرون، حسرون پسر پارس، پارس پسر یهودا، یهودا پسر یعقوب، یعقوب پسر اسحاق، اسحاق پسر ابراهیم، ابراهیم پسر تارح، تارح پسر ناهور، ناهور پسر سروج، سروج پسر رعو، رعو پسر فالج، فالج پسر ایبر،
ایبر پسر شالح، شالح پسر قینان، قینان پسر ارپکشد، ارپکشد پسر سام، سام پسر نوح، نوح پسر لامک، لامک پسر متوشالح، متوشالح پسر حنوخ، حنوخ پسر یارد، یارد پسر محللعیل، محللعیل پسر قینان، قینان پسر انوش، انوش پسر شیت، شیت پسر آدم و آدم پسر خدا بودند. بابی 4. عیسی پر از روح القدس از ساحل دریای اردن برگشت و روح القدس او را به بیابان برد. آنجا شیطان در دوام 40 روز او را می آزمایید. عیسی تمام آن وقت هیچ چیز نخورد و در آخر سخت گرسنه ماند. سپس شیطان به او گفت: اگر تو پسر خدا باشی به این سنگ فرمان ده که نان شود. عیسی جواب داد: نه، زیرا در نوشتجات گفته شده است که انسان نه فقط با خوردن نان زنده است. بعد شیطان او را به بلندی برده از آنجا در یک لحظه همه مملکت‌های جهان را به او نشان داده گفت: اگر تو به من سجده نمایی، من تمام اختیار حکمرانی کردن و همه شکوه و زیبایی آنها را به تو می دهم، زیرا آنها به من داده شدند و من آنها را به کسی که خواهم می دهم. عیسی به وی جواب داد: در نوشتجات گفته شده است که به خداوند خدای خود سجده نمایید و تنها به او خدمت کنید. بعد شیطان او را به اورشلیم برده به جای بلندترین معبد خدا گذاشت و به او گفت: اگر تو پسر خدا باشی خود را از اینجا به پایان پرتا، زیرا در نوشتجات گفته شده است که خدا به فرشتگان خود درباره تو فرمان خواهد داد که تو را محافظت کنند و آنها تو را در بالای دستانشان خواهند برداشت تا که پایت به سنگ نزند. نه، جواب داد عیسی، چون که در نوشتجات گفته شده است که خداوند خدای خود را نسنجید. بعد از این شیطان وسوسه های خود را بس کرد و تا پیدا شدن فرصتی موافق از عیسی دور شد. عیسی با قوت روح القدس به جلیل برگشت و این خبر در سر تا سر آن ولایت پهن شد. او در جماعتخانه ها مردم را تعلیم می داد و همه او را تعریف می کردند. همین طور او به شهر ناصره آمد که در آنجا به وایه رسیده بود. وی در روز شنبه، یعنی روز استراحت، از روی عادت به جماعتخانه در آمده برای خواندن نوشتجات از جایش برخیست. با او کتاب اشعیا پیغمبر را دادند و عیسی آن را گشاده جای را یافت که نوشته شده بود: روح خداوند در من است، زیرا او مرا تعیین نموده است که به بینوایان خوشخبر را برسانم. او مرا فرستاده است تا آزادی اسیران، بینا شدن کوران، رهایی ستم دیدگان و سال فیضبخش خداوند را اعلان نمایم. بعد وی کتاب را پوشیده به خادم داد و به جایش نشست. در جماعتخانه همه با دقت به او نگاه می کردند و او به سخن آغاز نمود: آن نوشته های را که حالا شنیدید امروز عملی گشتند. همه عیسی را تعریف می کردند و از سخنان فیضبخش او در تعجب مانده می گفتند: مگر او پسر یوسف نیست؟ او با آنها گفت: می دانم که به من چنین مثلها خواهید گفت: ای طبیب، خودت را شفا ده. و باز به من می گویید:
در دیار خود نیز معجزه های را بکن که شنیده ایم در شهر کفرنهم کرده ای. بعد سخنش را دوام داد: به راستی میگویم که یگان پیغمبر در دیار خود قدر ندارد. حقیقتا هم در زمان الیاس پیغمبر، وقتی که 3.5 سال باران نبارید و در روی زمین گرسنگی سختی به وجود آمد، در اسرائیل بیوه‌زنان بسیاری بودند، ولی الیاس نزد هیچ یک از آنها فرستاده نشد. او تنها به نزد یک بیوه‌زن فرستاده شد که در سرفت نام شهر سیدون زندگی میکرد. در زمان پیغمبر الیشع هم در سرزمین اسرائیل بسیار کسان بیماری پوست داشتند، ولی بغیر از نعمان که از سوریه بود هیچ کدام از آنها شفا نیافت. آنهایی که در جماعت خانه بودند از شنیدن چنین سخنها به غضب آمدند. بعد از جایشان برخاسته عیسی را از شهر بیرون کردند. آن شهر بالای تپه ساخته شده بود و آنها او را به لب جری آورده خواستند از آنجا پرت آیند، اما او از میان آنها گذشته با راه خود روانه شد. عیسی به شهر کفرنهم که در جلیل است آمده در روز شنبه مردم را تعلیم میداد. آدمان از تعلیمات او در حیرت ماندند، چون که سخنانش با قدرت بودند. در جماعت خانه مرد حضور داشت که در وجودش روح ناپاک یعنی جین جا شده بود. او با آوازی بلند فریاد زده گفت: ما را به حالمان گذار، تو به ما چی کار داری ای عیسی ناصری؟ مگر برای نابود کردن ما آمده ای؟ تو را می دانم تو شخص پاک خدا هستی. ولی عیسی جن را سرزنش کرده فرمود: خاموش شو و از وی بیرون برآ. جن مرد را در پیش نظر همه به زمین پرتافت و به آن مرد هیچ ضرر نرسانده از وی بیرون برآمد. همه به حیرت افتاده به یکدیگر می گفتند: این چی گپ است؟ او با قدرت و قوت به روح‌های ناپاک امر می دهد و آنها بیرون می برآیند. آوازه عیسی در تمام آن ولایت پهن می شد. عیسی از جماعت خانه برآمده به خانه شمعون نام مردی رفت. خوشدامن شمعون تبی بلند داشت و از عیسی خواهش کردند که به این زن یاری دهد. عیسی بالای سر او خم شده به تب فرمان داد و آن پست شد. زن در حال از جایش خسته به مهمانداری آنها مشغول شد. وقتی غروب آفتاب همه آنهایی را که به کسلی‌های گوناگون گرفتار بودند و نزد عیسی آوردند. او دست خود را بالای هر یکی از آنها می گذاشت و شفا می داد. همچنان جنها تو پسر خدا هستی گفته فریاد زنان از بسیار کسان بیرون می برآمدند. اما او آنها را سرزنش کرده با آنها اجازت گپ زدن را نمی داد، چون که آنها می دانستند که او مسیح خدا است. وقتی که صبح دمید عیسی بیرون برآمده به جای بی آدم رفت، ولی مردم او را جستجو کرده به نزدش آمدند و التماس کردند که از نزدشان نرود. او باشد به آنها گفت: من باید خوشخبری پادشاهی خدا را به شهرهای دیگر هم برسانم، چون که با همین مقصد فرستاده شدم. و او در جماعت خانه های تمام سرزمین یهودیه خوشخبر را اعلان میکرد. باب 5. یک روز عیسی در کنار بحر جنیسار می ایستاد و مردم بسیاری که می خواستند کلام خدا را بشنوند از هر طرف به او فشار می آوردند. عیسی 2 قایق را دید که در ساحل بحر گذاشته شده بودند و ماهیگیران از آنها بیرون آمده تورها را می شستند. او به یکی از قایق‌ها که صاحبش شمعون بود
سوار شده از او خواهش کرد که قایق را از ساحل کمی دورتر راند. بعد نشسته از قایق مردم را تعلیم میداد. در آخر سخنش او به شمعون و همراهانش گفت: قایق را به مابین بحر برده تورهایتان را برای صید ماهی به آب اندازید. شمعون جواب داد: استاد، ما تمام شب زحمت کشیدیم و چیزی صید نکردیم، ولی تور را به آب می اندازیم چون که تو می فرمایی. وقتی که این کار را کردند آنقدر ماهی صید شد که تورهایشان به کندن در آمدند. پس به شریکان خود که در قایق دیگر بودند اشاره کردند تا به یاریشان بیایند. آنها آمده هر دو قایق را تا درجه از ماهی پر کردند که قریب غرق می شدند. شمعون پتروس این حالت را دیده پیش پایهای عیسی افتاده گفت: ای خواجه‌ام، از پیش من بروید، چون که من آدمی گناهکار هستم. او این را برای آن گفت که خودش و همراهانش از صید بیشمار ماهیانی که به دست آورده بودند به حیرت افتادند. یعقوب و یوحنا نیز که پسران زبدای و شریکان شمعون بودند حیران شدند. ولی عیسی به شمعون گفت: نترس، از این پس مردم را مانند ماهی جمع کنی. سپس ماهیگیران قایق‌ها را به ساحل برآوردند و همه کارهایشان را پرتافته عیسی را پیروی کردند. عیسی در شهری بود که در آنجا مرد از سر تا پا گرفتار بیماری پوست بود. آن بیمار عیسی را دیده روی به زمین نهاد و التماس کرد: خواجه، اگر خواهی می توانی مرا پاک سازی. آنگاه عیسی دستش را به او رسانده گفت: البته می خواهم، پاک شو. و همان دم پوستش صحت شد. بعد عیسی به او امر داده گفت: درباره این واقعه به کسی نگوی، بلکه راست نزد کاهن رفته خود را نشان ده. بعد برای پاک شدن خود چطوری که موسی فرموده است قربانی بکن تا به مردم شهادت گردد. اما به این نگاه نکرده آوازه عیسی تا رفت پهن می شد. شماره زیادی مردم برای شفا یافتن از بیماری های خود و شنیدن سخن او در اطرافش جمع می آمدند. عیسی باشد برای دعا کردن به جای بی آدم می رفت. روز عیسی مشغول تعلیم بود. چند نفر از رویه فریسیان و استادان شریعت که از یهودیه و اورشلیم و تمام دهات جلیل آمده بودند در آنجا می نشستند. قدرت خداوند برای شفا دادن با عیسی بود. همین وقت چند نفر یک مرد شل را با جایگاهش برداشته آوردند. آنها کوشش کردند که او را به درون خانه درآورده در پیش عیسی گذارند، ولی از سبب بسیار بودن مردم درآورده نتوانستند. پس به بالای خانه برآمده بعضی سفالهای بام را گرفته شل را با جایگاهش به درون خانه به میان مردم پیش عیسی فرآوردند. عیسی ایمان آنها را دیده به شل گفت: دوستم، گناهایت بخشیده شدند. ولی استادان شریعت و فریسیان از دل گذراندند: او کیست که سخنان کفر می گوید؟ غیر از خدا کی گناه ها را بخشیده بیتواند؟ عیسی باشد فکر آنها را فهمیده جواب داد: چرا در دل خود چنین فکرها دارید؟ کدامش آسان تر است؟ گفتن آن که گناه های تو بخشیده شدند یا گفتن آن که برخیز و راه گرد؟ پس من به شما اثبات می کنم که پسر آدمی زاد در روی زمین حق بخشیدن گناه ها را دارد. او به شل گفت: به تو می گویم، برخیز، جایگاهت را برداشته به خانه ات رو. آن مرد در پیش همه در حال از جایش خیست و جایگاهش را که در روی آن خوابیده بود برداشته خدا را ستایش کنان به خانه اش روانه شد. همه به حیرت افتاده خدا را ستایش کردند و پر از ترس و هراس شده می گفتند: امروز چیزهای حیرت انگیز دیدیم. بعد از این عیسی بیرون رفت
و لیوی نام اندازگیر را دید که در جای جمع آوری انداز می نشست. عیسی با وی گفت از پس من بیا. و لیوی برخاست و همه چیزش را مانده از پس او روانه شد. لیوی در خانه خود برای عیسی ضیافت کلان آراست. شماره زیادی اندازگیران و دیگر مهمانان در سر دسترخوان می نشستند. فریسیان و استادان شریعت به شاگردان عیسی شکایت کرده گفتند چرا شما با اندازگیران و گناهکاران می خورید و می نوشید؟ عیسی با آنها جواب داد به طبیب نه آدمان سالم بلکه بیماران محتاجند. من هم برای آن آمدم که نه نیکوکاران بلکه گناهکاران را به توبه دعوت نمایم. آنها به عیسی گفتند چرا شاگردان یحیای تعمید دهنده زود روزه می گیرند و دعا می خوانند؟ شاگردان فریسیان نیز چنین می کنند ولی شاگردان تو می خورند و می نوشند. عیسی به آنها جواب داد آیا می توانید دوستان داماد را در توی عروسی مادامی که داماد با آنهاست مجبور سازید که روزه گیرند؟ ولی وقتی می رسد که داماد از بینشان گرفته می شود و آنگاه آنها نیز روزه می گیرند. بعد به آنها این مثل را گفت هیچ کس از لباس نو پاره را کنده به لباس کهنه یماق یا پارگی نمی کند، چون که هم لباس نو حیف می شود و هم یماق یا پارگی نو به لباس کهنه موافق نمی آید. همچنین هیچ کس شراب نو تیار شده را به خلطه چرمین کهنه نمی ریزد، چون که از ترش شدن شراب خلطه می درد و شراب می ریزد و خلطه نیز از کار می براید. برعکس شراب نو تیار شده را باید به خلطه نو ریزند. هیچ کس بعد از نوشیدن شراب کهنه شراب نو را طلب نمی کند، زیرا می گویند که شراب کهنه خوب است. باب 6. در یکی از روزهای شنبه عیسی از بین کشتزارهای گندم می گذشت. شاگردانش خوشه های گندم را کنده با کف دستشان مالیده می خوردند. بعضی از فریسیان گفتند چرا شما کار را می کنید که کردن آن در روز شنبه روا نیست؟ عیسی جواب داد مگر شما در نوشتجات نخوانده اید که شاه داوود وقتی که با همراهانش گرسنه ماند چی کار کرده بود؟ او به خانه خدا در آمده نانی به خدا تقدیم شده را گرفته خورد و به همراهانش نیز داد، حال آنکه از روی شریعت فقط به کاهنان خوردن آن نان ممکن است. بعد به آنها گفت پسر آدمی زاد خواجه روز شنبه است. باز در یکی از روزهای استراحت عیسی به جماعت خانه در آمده مشغول تعلیم شد. در آنجا یک مردی بود که دست راستش خشک شده بود. استادان شریعت و فریسیان عیسی را مشاهده می کردند که آیا در روز شنبه آدم را شفا می دهد یا نه، تا توانند او را در یگان کار عیبدار کنند. اما عیسی فکر آنها را می دانست و به آن مرد دستش خشک شده گفت برخیز و در میان جا ایستا. آن مرد برخیست و ایستاد. عیسی با آنها گفت به شما سوال می دهم، در روز شنبه نیکی کردن رواست یا بدی کردن؟ جان کسی را نجات دادن یا نابود کردن؟ بعد به همه آنها نگاه کرده به آن مرد گفت دستت را دراز کن. وی دستش را دراز کرد و دستش صحت شد. اما استادان شریعت و فریسیان در غضب شده با همدیگر مصلحت می‌کردند که بر ضد عیسی چیکار کنند. در یکی از آن روزها عیسی برای دعا به کوه برآمد و تمام شب به خدا دعا کرد. وقتی که روز شد
شاگردانش را به نزدش جغ زده از میانشان 12 نفر را انتخاب کرد، با آنها را فرستاده نامید که اینهایند: شمعون که عیسی او را پتروس نامید و برادر شمعون اندریاس، یعقوب و یوحنا، فیلیپوس و بارتلما، متی و توما، یعقوب پسر حلفای و شمعون که به او لقب وطن دوست را گذاشته بودند، یهودای پسر یعقوب و یهودای اسخریوتی که عاقبت خیانتکار می شود. عیسی با شاگردانش از کوه پایان فرآمده در همواری ایستاد. شماره زیادی پیروانش و مردم بسیاری از تمام گرد و اطراف سرزمین یهودیه، از اورشلیم، از ناحیه‌های سور و سیدون نزد بحر جمع آمدند تا که عیسی را بشنوند و از بیماری‌هایشان شفا یابند. کسانی که از جن‌ها عذاب می‌کشیدند نیز شفا یافتند. بنابراین همه کوشش می‌کردند که دست خود را به عیسی رسانند، چون قوه‌ای که از او بیرون می‌آمد همه را شفا می‌داد. عیسی به شاگردانش چشم دوخته گفت: خوشبختید شما که حالا بیچاره اید، چون که پادشاهی خدا از آن شماست. خوشبختید شما که حالا گرسنه اید، چون که سیر خواهید شد. خوشبختید شما که حالا گریه میکنید، زیرا خندان خواهید شد. خوشبختید شما وقتی که مردم به خاطر پسر آدمی زاد به شما نفرت دارند، شما را از بینشان میرانند و دشنام داده تهمت میکنند. در آن روز شادی کنید و از خرسندی رقص کنید و دانید که خدا در آسمان برایتان مکافات کلان دارد. اجداد گذشته این مردم با پیغمبران همین طور رفتار میکردند. لیکن وای بر حال شما ای ثروتمندان، زیرا تنها در این دنیا خرسندی میکنید. وای بر حال شما که حالا سیر هستید، چون که گرسنه نخواهید ماند. وای بر حال شما که حالا میخندید، زیرا گریان و نالان خواهید شد. وای بر حال شما وقتی که همه شما را تعریف و توصیف میکنند، چون که اجدادان این آدمان نیز با پیغمبرانی بر دروغ همین طور رفتار میکردند. من به شما که سخنم را میشنوید میگویم: دشمنانتان را دوست دارید و به آنهایی که از شما نفرت دارند نیکی کنید. برای آنهایی که شما را لعنت میکنند برکت طلبید و برای آنهایی که به شما بدی میکنند دعای خیر گویید. اگر کسی به یک طرف رویتان زند، طرف دیگری رویتان را به او گردانید. و اگر کسی جامه‌تان را کشیده گیرد، مانید که کرته‌تان را هم بگیرد. هر که از شما چیزی طلب کند، آن را به او دهید و هر چیزی شما را بگیرد، برگرداندن آن را طلب نکنید. پس هر رفتاری را که از دیگران نسبت خود دیدن خواهید، همان طور اول خود شما نسبت دیگران رفتار کنید. اگر شما فقط کسانی را دوست دارید که شما را دوست می دارند، چی جای تعریف؟ زیرا گناهکاران هم دوستداران خود را دوست می دارند. اگر فقط به کسانی که به شما نیکی می کنند نیکی کنید، شما چی افتخاری دارید؟ زیرا گناهکاران نیز همین طور رفتار می کنند. اگر به کسی قرض دهید و امید پس گرفتن آن را داشته باشید، چی فایده دارد؟ زیرا گناهکاران نیز به گناهکاران قرض داده انتظار پس گرفتن آن هستند. ولی شما دشمنانتان را دوست دارید، نیکی کنید و قرض دهید و انتظار گرفتن آن نشوید. آنگاه مکافات بزرگ نصیبتان گشته فرزندان خدای تعالی خواهد بود. زیرا خدا با آدمان بد و کورنمک هم مهربانی میکند. پس همان طوری که پدر شما رحمدل است، شما نیز رحمدل باشید. دیگران را عیبدار نکنید و شما نیز عیبدار کرده نمی شوید.
حکم نکنید و به حکم دچار نمی شوید. همه را ببخشید و شما نیز بخشیده می شوید. بدهید و به شما نیز داده می شود. تا به اندازه زیاد جنبانیده و فشرده شده و لبریز شده به شما داده می شود. زیرا با کدام سنگ ترازو که برکشید با همان سنگ برای شما برمی کشند. همچنین او مسئله را با آنها گفت: آیا یک کور به کور دیگر راه نشان داده می تواند؟ مگر هر دویشان به چاه نمی افتند؟ شاگرد از استادش بلندتر نیست، اما وقتی که پره تعلیم می گیرند مانند استادش می شود. چرا شما خس را در چشم برادری خود می بینید و کنده را که در چشم خودتان هست نمی بینید؟ چه خیل جرأت کرده به برادرتان می گویید: ای برادر، اجازت ده خس را از چشمت برارم، وقتی که کنده را در چشم خود نمی بینید. ای درویه ها، اول کنده را از چشم خودتان برارید، آنگاه درستر دیده می توانید که چه خیل خس را از چشم برادرتان برارید. هرگز درخت خوب میوه بد و یا درخت بد میوه خوب نمی دهد. چه خیل بودنی درخت از میوهش معلوم می گردد. از بوته خار انجیر نمی چینند و یا حاصل انگور نمی گیرند. شخص نیک از خزینه نیکی دلش نیکی را و شخص بد از خزینه بدی دلش بدی را می برارد. زیرا آن چیزی که در دلتان هست لبریز شده از زبانتان بیرون می آید. چرا مرا خواجه خواجه می نامید و گفته هایم را اجرا نمی کنید؟ حالا به شما به کی مانند بودنی کسی را می فهمانم که پیش من آمده گفته های مرا می شنود و آنها را اجرا می کند. او به آدم مانند است که برای ساختن خانه‌اش زمین را چقر کنده پای دیوارش را بالای سنگ می گذارد. هنگامی که آبخیزی می شود و آب دریا خانه را زیر می کند به آن هیچ آسیبی نمی رسد، چون که پای دیوارش مستحکم ساخته شده است. اما کسی که گفته های مرا می شنود ولی اجرا نمی کند به آدم مانند است که خانه اش را به پای دیوار در روی خاک ساخته است. پس وقت آب دریا خانه را زیر می کند آن به زودی فرو رفته نیست و نابود می شود. باب 7. بعد از آن که عیسی تمام سخنهایش را به مردم گفته شد، وارد شهر کفرنهم گشت. در آنجا یک سردار لشکر خدمتگاری داشت که برایش عزیز بود. این خدمتگار بیمار شده در بستر مرگ می‌خوابید. سردار لشکر آوازه عیسی را شنیده پیران یهودی را پیش او فرستاد که تا التماس کنند که آمده خدمتگارش را شفا دهد. آنها نزد عیسی آمدند و بسیار التماس کرده گفتند: این سردار لشکر سزاوار آن است که برایش چنین کار را بکنی، چون که وی خلق ما را دوست می دارد و برای ما جماعت خانه ساخته است. عیسی همراه آنها رفت. هنگامی که به خانه نزدیک می شد، آن سردار دوستانش را فرستاد که از نام وی به عیسی چنین گویند: خواجه، از این زیاد زحمت نکش، زیرا من سزاوار آن نیستم که تو از در من درآیی. به همین سبب خود را مناسب ندانستم که نزد تو بیایم. تنها یک امر ده و خدمتگارم شفا می یابد، زیرا من یک فرمان بردار هستم و در زیر اطاعت خود نیز سربازان را دارم. وقتی که به یکی رو می گویم می رود، به دیگر بیا می گویم می آید، و اگر به خدمتگارم فلان کار را بکن گویم او البته آن کار را اجرا می کند. عیسی این را شنیده حیران شد
و به مردم بیشماری که از پس او می آمدند روی آورده گفت: به شما می گویم که حتی در بین اسرائیلیان کسی را ندیدم که چنین ایمان قوی داشته باشد. فرستادگان سردار لشکر به خانه برگشت، دیدند که خدمتگار صحت شده است. دیر نگذشته عیسی همراه شاگردان و شماره زیادی مردم به شهر ناین رفتند. او به دروازه شهر نزدیک شده دید که مرده را می برارند. آن مرده پسر یگانه بیوزن بود و ساکنان زیادی شهر همراه آن زن روانه بودند. خداوند عیسی آن زن را دیده دلش به حال وی سوخت و به او گفت: گریه نکن. بعد نزدیک آمده دست خود را روی تابوت گذاشت و تابوت برداران ایستادند. سپس او گفت: ای جوان، به تو می گویم برخیز. مرده از جایش برخیسته نشست و به سخن در آمد و عیسی او را به مادرش سپارید. همه را ترس و هراس فرا گرفت و مردم خدا را حمد و ثنا خوانان می گفتند: خدا به خلق خود نظر انداخت و در بین ما پیغمبری بزرگ پیدا شد. آدمان در تمام یهودیه و گرد و اطراف آن درباره عیسی نقل می کردند. شاگردان یحیی نیز با استادشان همه واقعه ها را نقل کردند. یحیی 2 نفر از شاگردانش را به نزد عیسی فرستاد تا بپرسند: آیا تو همان شخصی هستی که آمدنش را پیشگویی کرده بودند یا ما باید منتظر کسی دیگر باشیم؟ آنها به نزد عیسی آمده گفتند: یحیی تعمید دهنده ما را پیش تو فرستاد تا بپرسیم که آیا تو همان شخصی هستی که آمدنش را پیشگویی کرده بودند یا ما باید منتظر کسی دیگر باشیم؟ این همان وقتی بود که عیسی مردم زیادی را از بیماری ها و درد و عذاب شفا داده، جنها را از آدمان بیرون کرده، چشمان بسیار کوران را بینا می کرد. او با آنها جواب داد: هر چی را که دیده اید و شنیده اید رفته به یحیی نقل کنید. یعنی بگویید که چشمان کوران بینا می شوند و لنگان راه می گردند، نفرانی که گرفتار بیماری پوستند پاک می شوند و کرها می شنوند، مردگان زنده می شوند و به بیچارگان خوشخبر اعلان کرده می شود. پس خوشبخت است کسی که در حق من شک و شبهه نمی کند. بعد از رفتن شاگردان یحیی، عیسی با مردم درباره یحیی سخنش را آغاز کرد. نزد یحیی به بیابان برای دیدن چی رفته بودید؟ برای دیدن قمیشی که از وزیدن باد می جنبد؟ گویید که چرا رفته بودید؟ مگر برای دیدن آدمی که لباس قیمت می پوشد؟ آخر آنهایی که لباس زیبا می پوشند و حیات پر از عیش و عشرت دارند در قصرها زندگی می کنند. برای چی رفته بودید؟ برای دیدن پیغمبر؟ درست. اما به شما می گویم که شما کسی بزرگتر از پیغمبر را دیدید. یحیی همان شخصی است که خدا درباره‌اش در نوشتجات گفته است: من پیشا پیش تو خبررسان خود را می فرستم تا برای آمدنت راه تیار کند. به شما می گویم در بین همه آنهایی که از مادر به دنیا آمدند بزرگتر از یحیی کسی نیست. اما شخص خردترین در پادشاهی خدا بزرگتر از یحیی است. تمام مردم و اندازگیران نیز سخنان او را شنیده درست بودن راه خدا را تصدیق می نمودند و از این سبب از دست یحیی تعمید گرفته بودند. ولی از بس که فریسیان و استادان شریعت تعمید یحیی را نگرفته بودند، از نیتی که خدا نسبتشان داشت روی گرداندند. عیسی سخنش را دوام داده گفت: آدمان این نسل را با کی مقایسه نمایم؟ آنها به کی مانندی دارند؟
آنها مانند کودکانی هستند که در کوچه بازی میکنند و یک گروه آنها به گروه دیگر میگوید ما برایتان نی نواختیم اما شما رقص نکردید، سرود ماتم خواندیم ولی گریه نکردید. حالا یحیای تعمید دهنده آمده است که نان نمیخورد و شراب نمی نوشد و شما میگویید که او جین دارد. پسر آدمی زاد آمده است که هم میخورد و هم می نوشد، لیکن شما میگویید او مرد پرخور و بدمست، دوست اندازگیران و گناهکاران است. ولی درست بودن حکمت خدا از کارهای تمام فرزندانش معلوم می گردد. یکی از فریسیان عیسی را به مهمانی دعوت کرد و او به خانه آن فریسی رفته در سر دسترخوان پهلو زده نشست. در آن شهر یک زنی پرگناه بود. چون او فهمید که عیسی در خانه آن فریسی خوراک می خورد، یک شیشه روغن اطرفشان را گرفته به آنجا آمد. وی از پشت نزد پایهای عیسی ایستاده می گریست و اشکهایش به پایهای عیسی می چکیدند. زن با مویهایش پایهای او را می خشکانید، با احترام آنها را می بوسید و با آنها روغن خوشبو را می مالید. این را دیده فریسی که عیسی را دعوت کرده بود از دلش چنین فکر را گذراند: اگر این مرد در حقیقت پیغمبر می بود، می دانست که این زن چگونه است، چون زنی که حالا به او دست می رساند گناهگار است. ولی عیسی به او گفت: شمعون، می خواهم به تو چیزی بگویم. گفت: مرحمت استاد. پس عیسی سخنش را دوام داده گفت: دو کس از یک آدم پول قرض گرفتند. یکی از او 500 و دیگری 50 تنگه نقره قرضدار بود. از بس که قرضشان را کنده نمی توانستند، آن شخص قرض هر دو را بخشید. حالا بگو که کدام از آنها او را بیشتر دوست می دارند؟ شمعون در جواب گفت: به فکرم آن کسی که به او قرض زیادتری بخشیده شده است. عیسی گفت: درست فهمیدی. بعد به آن زن رو آورده به شمعون گفت: این زن را می بینی؟ من به خانه‌ات آمدم ولی برای پایهایم آب نآوردی. این زن باشد پایهای مرا با اشکهایش تر و با مویهایش خشک کرد. تو به من بوسه سلام ندادی. این زن باشد از وقت آمدنم تا حال بوسیدن پایهایم را بس نمی کند. تو به سرم حتی روغن عادی را نمالیدی. وی باشد روغن اطرفشان را به پایهایم مالید. بنابراین به تو می گویم از بس که گناه های زیادی وی بخشیده شدند، او چنین محبت زیاد دارد. و اگر به کسی گناهی کمتر بخشیده شود، محبتش نیز کمتر است. بعد به آن زن گفت: گناههایت بخشیده شدند. آنهایی که با او در سر یک دسترخوان نشسته بودند خود به خود می گفتند: وی کیست که حتی گناه ها را می بخشد؟ ولی عیسی به زن گفت: تو را ایمانت نجات داده است. رو و در امان باش. باب 8. بعد از این عیسی در شهر و دیهات گشته و مردم خبری خوشی پادشاهی خدا را می رساند. در این کار او را 12 شاگرد و یک چند زن که جنها از آنها بیرون برآمده بودند و از بیماری ها شفا یافته بودند همراهی می کردند. یکی از آن زنها مریم بود که مجدلیه نامیده می شد و از او 7 جن بیرون رفته بود.
دیگر زن یوحنا نام داشت که شوهرش کوزا در دربار حاکم هرودوس ناظر خواجگی بود. همچنین سوسنه و بسیار دیگران که با پول و مالشان آنها را دستگیری می کردند. وقتی که مردم بسیاری از شهرهای گرد و اطراف جمع شده به نزد عیسی آمدند، او مسئله را گفت. روز یک دهقان برای کشت کردن دانه های خود به کشتزار می رود. هنگام دانه کاشتنش یک مقدار آن به پیرهه افتاده پایمال می شود و پرنده ها آمده آنها را از زمین چیده می خورند. مقدار دیگری دانه ها به زمین سنگلاخ افتاده می سبزد ولی از بی‌آبی خشک می شود. مقدار دیگرش به زمین خاردار افتاده می سبزد ولی خارها قد کشیده آنها را پخش می کنند. اما قسم دانه هایی که به زمین خوبی حاصل خیز می افتد سبزیده 100 برابر زیادتر حاصل می دهد. این را گفت و خطاب کرد: هر کی گوش دارد بشنود. شاگردان از عیسی معنای این مثل را پرسیدند و او گفت: فهمیش سر و اسرار پادشاهی خدا به شما عطا شده است، اما به دیگران با مثل ها می گویم تا که آنها نگاه کنند و نبینند، گوش کنند و نفهمند. معنای مثل این است: دانه کلام خداست. دانه هایی که به پیرهه افتادند آنهایی می باشند که کلام را می شنوند ولی شیطان آمده آن را از دلشان می دزدد تا که ایمان نآورند و نجات نیابند. دانه هایی که به زمین سنگلاخ افتادند آنهایی می باشند که کلام را شنیده با شادی آن را قبول می کنند ولی از بس که ریشه ندارند مدتی کوتاه ایماندار بوده در وقت آزمایش ایمان خود را از دست می دهند. دانه هایی که به میان خارها افتادند آنهایی می باشند که کلام را می شنوند ولی غم و تشویش و بایگری و لذت زندگی آنها را پخش می کند و آنها هیچ ثمری به بار نمی آورند. اما دانه های به زمین حاصل خیز افتاده کسانی می باشند که کلام را می شنوند و آن را در دل نیک و پاک نگاه داشته با صبر و طاقت ثمر می آورند. هیچ کس چراغ را درگیرانده آن را با ظرف نمی پوشاند و یا به زیر کت نمی گذارد. برعکس آن را به چراغ پایه می ماند تا هر کی درآید روشنیش را ببیند. زیرا هیچ چیزی پنهان نیست که آشکار نشود و چیزی پوشیده نیست که معلوم و روشن نگردد. پس اهمیت دهید که به سخنان من چطور گوش می دهید، زیرا به هر کی چیزی دارد باز داده می شود، لیکن از کسی که ندارد حتی آن اندکی که فکر می کند دارد گرفته می شود. همین وقت مادر و برادران عیسی نزدش آمدند، اما از سبب توده آدمان به او نزدیک شدن نتوانستند. به عیسی خبر دادند: مادر و برادرانت در بیرون ایستادند و تو را دیدن می خواهند. او جواب داد: مادر و برادران من آنهایی هستند که کلام خدا را می شنوند و آن را اجرا می کنند. روز عیسی با شاگردانش به قایق سوار شده به آنها گفت: بیایید به طرف دیگری بحر می گذریم. آنها روان شدند و در راه عیسی را خواب برد. بناگاه در بحر طوفانی چنان سخت برخیست که قایق از آب پر شد و آنها در خطر ماندند. شاگردان عیسی را بیدار کرده گفتند: استاد هلاک می شویم. او از خواب خسته به شمال و موجهای پرتلاطم فرمان داد و طوفان خاموش شده همه جا را آرامی فرا گرفت. سپس وی به شاگردانش گفت: ایمانتان کجاست؟ شاگردان ترسیدند و حیران مانده به یکدیگر می گفتند: این کیست که حتی به شمال و بحر فرمان می دهد و آنها به او اطاعت می کنند؟ بعد از این آنها به سرزمین جدریان که در روبروی ولایت جلیل واقع است
آمده رسیدند. وقتی که عیسی به ساحل فرآمد، با مرد از اهل آن شهر روبرو شد که گرفتار جنها بود. او دیر باز لباس نمی پوشید و نه در خانه بلکه در قبرستان زندگی می کرد. همین که او عیسی را دید، داد و فغان کنان پیش پایهای او افتید و با آواز بلند گفت: ای عیسی، پسر خدای تعالی، تو با من چی کار داری؟ التماس میکنم مرا عذاب نده. او این را گفت چون که عیسی به روح ناپاک فرمان داده بود که از آن مرد بیرون برآید. در گذشته جن چندین بار آن مرد را عذاب میداد و هر چند جن زده را با زنجیر و بندها بسته نگاه می داشتند، مرد آنها را پاره پاره می کرد و جن او را به بیابان می برد. عیسی از او پرسید: نامت چیست؟ او گفت: لشکر، چون که جنهای بسیاری به درون آن مرد در آمده بودند. جنها از عیسی التماس می کردند که آنها را به غار بی پایان نفرستد. همانجا در بالای تپه گله کلان خوکها می چریدند. جنها عیسی را زاری و تولا کردند که به درون خوکها درآیند و او به آنها اجازت داد. جنها از آن مرد بیرون برآمده به درون خوکها درآمدند و گله دودوان خود را از تپه به بحر پرتافته غرق شد. خوکبانان این را دیده گریختند و این واقعه را در شهر و دهات نقل کردند. مردم برای دیدن این واقعه برآمدند و به نزد عیسی آمده همان مردی را دیدند که جنها از او بیرون رفته بودند. وی در تن لباس داشت و با عقل سالم در پیش پای عیسی می نشست. همه را ترس فرا گرفت. شاهدان این واقعه به آدمان چگونه شفا یافتن جن زده را نقل کردند. بعد از این تمام مردم سرزمین جدریان از عیسی خواهش کردند که از پیش آنها برود، زیرا آنها را ترس و وهم فرا گرفته بود. و او برای برگشتن باز به قایق سوار شد. مردی که جنها از او بیرون شده بودند التماس کرد که عیسی او را با خود برد، ولی عیسی او را جواب داده گفت: به خانه‌ات برگرد و آنچه را که خدا برای تو کرده است نقل کن. او رفته در تمام شهر درباره آن کار بزرگی که عیسی برایش کرده بود اعلان کرد. وقتی برگشتن عیسی، مردم زیادی که او را انتظار بودند به پیشوازش برآمدند. همان وقت یائیر نام مردی که سردار جماعت خانه بود نزد عیسی آمده خود را به پیش پایهایش پرتافت و از او التماس کرد که به خانه وی بیاید، زیرا دختر یگانه اش که تقریباً 12 ساله بود در بستر مرگ می خوابید. عیسی همراه یائیر می رفت و مردم بسیاری از هر طرف به او فشار می آوردند. در آنجا زنی بود که 12 سال باز کسلی خونروی داشت. وی تمام بایگریش را به طبیبان صرف کرد، ولی هیچ کس او را شفا داده نتوانست. آن زن از قفا به عیسی نزدیک شد و به دامن جامه او دست رساند و همان زمان خونرویش باز ماند. عیسی پرسید: به من کی دست رساند؟ وقتی که همه انکار کردند، پتروس با او گفت: استاد، آدمان بسیار در گردت جمع آمدند و از هر طرف فشار می آورند. اما عیسی گفت: کسی به من دست رساند، زیرا من حس کردم که قوه از من بیرون رفت. وقتی آن زن دید که دیگر پنهان مانده نمی تواند، ترسان و لرزان آمده پیش پای عیسی افتید و در حضور همه مردم با او اقرار شد که چرا با او دست رساند و چی طور زود شفا یافت. عیسی با او گفت: ای دخترم، تو را ایمانت شفا داد، رو و در امان باش. هنوز که او گپ میزد، یک نفر از خانه یائیر خبر آورده گفت: دخترت مرد، دیگر استاد را زحمت نده. ولی عیسی این را شنیده گفت:
وقتی که عیسی به خانه یائیر آمد، بغیر از پتروس، یوحنا، یعقوب و پدر و مادر آن دختر به کسی دیگر اجازت نداد که با او به خانه درآیند. همه برای آن دختر گریه و ناله می کردند، ولی عیسی گفت: دیگر گریه نکنید، او نمرده است، فقط خوابیده است. آدمان به گپ عیسی خندیدند، زیرا انیق می دانستند که دختر مرده است. اما عیسی دست او را گرفته گفت: ای دختر، برخیز. وی زنده شد و زود از جایش برخیست. عیسی فرمود که به دختر خوراک دهند. پدر و مادر وی در حیرت ماندند. عیسی باشد با آنها فرمود که این واقعه را به کسی نگویند. باب 9. عیسی 12 شاگردش را دعوت کرده با آنها قوت و قدرت داد که جنها را بیرون کنند و کسلها را شفا دهند. سپس او آنها را فرستاد تا که درباره پادشاهی خدا اعلان کرده بیماران را شفا بخشند. عیسی با آنها گفت: در سفر با خود هیچ چیز نگیرید، نه عصا، نه بارخلطه، نه نان، نه پول و نه لباس علاوگی. به هر خانه که می درآیید تا روزی از آن شهر رفتنتان در همان خانه بمانید. ولی اگر شما را در یگان جا قبول نکنند، آن شهر را ترک کنید و چنگ و خاکش را از پایتان افشانید تا شهادت عیبدار بودن آنها گردد. شاگردان از آنجا رفتند و دهه به دهه گشته خوشخبر را اعلان می کردند و در همه جا بیماران را شفا می دادند. وقتی که حاکم هیرودوس همه این را شنید، به حیرت افتاد، زیرا بعضی ها می گفتند که یحیی زنده شده است. دیگران باشند می گفتند که الیاس پیغمبر پیدا گردیده است و بعضی دیگران می گفتند که یکی از پیغمبران دوره های قدیم زنده شده است. ولی هیرودوس گفت: آخر من سری یحیی را از تنش جدا کرده بودم، پس این کیست که درباره‌اش چنین سخنها را می شنوم؟ وی می خواست عیسی را بیند. وقتی که فرستادگان برگشتند، تمام کارهای کرده اشان را به عیسی نقل کردند. او آنها را با خود گرفته به شهر بیت سیدا روانه شد تا که با شاگردانش تنها ماند. ولی مردم از این باخبر شده از پی او رفتند و عیسی آنها را با خوشنودی قبول کرده با آنها درباره پادشاهی خدا نقل کرد و کسانی را که به شفا احتیاج داشتند شفا داد. روز بیگاه می شد و 12 شاگرد به نزد عیسی آمده گفتند: اینجا جای بی آدم است. مردم را جواب ده که به دهات گرد و اطراف رفته برای خود جای خواب و خوراک پیدا کنند. ولی وی به آنها گفت: شما با آنها خوراک دهید. شاگردان گفتند: ما 5 نان و 2 ماهی داریم، مگر این که رفته برای همه این آدمان خودمان خوراک خریم. در آنجا تقریباً 5000 مرد بود و عیسی به شاگردانش گفت: آنها را 50 نفری گروه گروه شنانید. آنها گفته عیسی را به جا آورده همه را شناندند. بعد او آن 5 نان و 2 ماهی را به دستش گرفته به آسمان نگریست و شکر گفت و نانها را پاره کرده به شاگردانش داد تا به مردم تقسیم کنند. همه تاثیر شدن خوردند و از نان پاره های باقی مانده باز 12 سبد پر شد. روز وقتی که عیسی در تنهایی دعا میکرد و در نزدش فقط شاگردانش بودند، از آنها پرسید: مردم مرا کی میگویند؟ در جواب گفتند: بعضی ها میگویند که تو یحیی تعمید دهنده هستی، قسم دیگری آدمان میگویند که تو الیاس هستی
و دیگران میگویند که یکی از پیغمبران قدیم زنده شده است. او از آنها پرسید: شما چی؟ شما مرا کی میشمارید؟ پتروس جواب داد: تو مسیح، یعنی تعیین شده مخصوص خدا هستی. بعد عیسی آنها را تأکید کرده فرمان داد که در این باره به کسی چیزی نگویند. سپس سخنش را دوام داده گفت: پسر آدمی زاد باید بسیار عذاب کشد. پیران قوم، کاهنان کلان و استادان شریعت از وی روی می گردانند. عاقبت او کشته می شود، ولی بعد از 3 روز زنده می گردد. پس از آن عیسی به همه گفت: اگر کسی پیرو من شدن خواهد، باید از خواهش‌های خود روی گردانده هر روز صلیب عذاب و مرگش را برداشته مرا پیروی کند. زیرا کسی که حیاتش را نگاه داشتن می خواهد، آن را از دست می دهد. ولی کسی به خاطر من حیاتش را فدا می کند، آن را نگاه می دارد. با آدم چه فایده دارد که تمام دنیا را به دست آورد، ولی خودش را حیف کند و به خود ضرر رساند؟ زیرا هر که از من و از سخنانم شرم کند، پسر آدمی زاد نیز هنگامی که در درخش جلال خود، در شهرت و جلال پدر و فرشتگان مقدس می آید، از او شرم خواهد کرد. براستی به شما می گویم، در اینجا کسانی هستند که هنوز از دنیا نگذشته پادشاهی خدا را می بینند. از این گفتگو تقریباً 8 روز گذشت و عیسی با خود پتروس، یوحنا و یعقوب را گرفته برای دعا به بالای کوه برآمد. وقتی که او دعا می کرد، چهرهش تغییر یافته، لباسش سفیدی درخشان شد و ناگهان 2 مرد، موسی و الیاس پیغمبر، با شهرت و جلال پیدا شدند. آنها درباره ترک این دنیا که آن را عیسی به نزدیکی در اورشلیم به انجام می رساند صحبت می کردند. پتروس و همراهانش را خواب برده بود و هنگامی که بیدار شدند شهرت و جلال عیسی را دیدند. آنها اینچنین آن 2 نفری را دیدند که با او می ایستادند. وقتی که آن 2 نفر از پیش عیسی رفتنی شدند، پتروس گفت: ای استاد، چقدر خوب است که ما اینجا هستیم. بیا 3 خیمه می سازیم، یکی برای تو، دیگری برای موسی و 3م برای الیاس. وی خودش نمی دانست که چی می گوید. پتروس هنوز سخنش را تمام نکرده، ابر پیدا شده آنها را فرا گرفت و وقتی که موسی و الیاس به درون ابر در آمدند، شاگردان ترسیدند. همین وقت از ابر آواز برآمد که می گفت: این پسر من است، من وی را انتخاب کردم، او را گوش کنید. وقتی که آواز گم شد، شاگردان دیدند که عیسی تنها ماند. شاگردان خاموش ماندند و همان وقت از آنچه دیده بودند به کسی چیزی نگفتند. روز دیگر وقتی که آنها از کوه می فرآمدند، مردم بسیار عیسی را پیشواز گرفتند. ناگهان مردی از میان مردم فریاد زد: استاد، التماس می کنم که به پسرم یک نظر کن. وی فرزند یگانه من است. گاه گاه به وی جین حمله می کند و او یک بار داد زده به اختیارانه پیچتاب می خورد و از دهانش کفک می براید. جین او را بسیار عذاب داده، به زوری او را سر می دهد. از شاگردانتان التماس کردم که آن جین را بیرون کنند، اما آنها نتوانستند. عیسی در جواب گفت: ای نسل بی ایمان و کجرفتار، تا کی با شما باشم و تا کی شما را طاقت کنم؟ پسرت را اینجا بیار. وقتی که پسر به نزد عیسی می آمد، جین او را به زمین غلطانده پیچتاب داد، ولی عیسی به جین فرمان داد که از بچه بیرون برآید. همین طور او پسر را شفا داده به پدرش سپارید و همه از بزرگی خدا در حیرت ماندند.
در حالی که مردم از تمام کارهای کرده عیسی در تعجب بودند، وی به شاگردانش گفت: آن چیزی را که حالا میگویم بشنوید و در یاد دارید. پسر آدمیزاد به دست آدمان سپاریده می شود. ولی شاگردان معنای این سخنان را نفهمیدند، چون که معنایش از آنها پوشیده ماند و برای همین آن را درک نکردند و هم می ترسیدند که در این باره از عیسی چیزی پرسند. در بین شاگردان بحث و مناظره به میان آمد که کدام از آنها بزرگتر است. عیسی می دانست که آنها در دل خود چی فکر دارند. بنابراین یک کودک را گرفته به پهلوی خود گذاشت و به آنها گفت: کسی که این کودک را به خاطر نام من قبول می کند، در اصل مرا قبول می کند، و کسی که مرا قبول می کند، فرستنده مرا نیز قبول می کند. زیرا آن کسی که در بین شما از همه خردترین است، بزرگترین می باشد. آن وقت یوحنا گفت: استاد، مردی را دیدیم که به نام تو جنها را بیرون می کرد، اما چون او با ما نبود، کوشش کردیم که او را از این کار باز داریم. عیسی به او گفت: او را از این کار باز ندارید، زیرا کسی که بر ضد شما نیست، طرفدار شماست. چون وقتی به آسمان برده شدن عیسی نزدیک آمد، او قرار داد که به اورشلیم رود. عیسی آدمانش را پیشا پیش خود فرستاد و آنها به دهه سامریان در آمده برای آمدن او همه چیز را تیار نمودند. اما سامریان عیسی را قبول نکردند، زیرا او به اورشلیم روانه بود. شاگردانش یعقوب و یوحنا این را دیده گفتند: خواجه، بیایید میگوییم که از آسمان آتش باریده آنها را سوزاند. ولی عیسی به یعقوب و یوحنا رو آورده آنها را سرزنش کرد. پس عیسی همراه شاگردانش به دهه دیگری روانه شدند. آنها سفرشان را دوام می‌دادند و در راه مرد به عیسی گفت: من در همه جا تو را پیروی میکنم. عیسی به او جواب داد: روباهان خانه و پرندگان هوا لانه دارند، اما من پسر آدمیزاد جای ندارم که سرم را مانم. و به دیگری گفت: از پس من بیا. اما او جواب داد: خواجه‌ام، اجازت ده اول رفته پدرم را به خاک سپارم. لیکن عیسی به وی گفت: بگذار که مردگان خود را به خاک سپارند، ولی تو رفته درباره پادشاهی خدا نقل بکن. شخص دیگری به عیسی گفت: خواجه‌ام، من از پست می روم، ولی اجازت ده که اول با اهل خانواده‌ام خیر و خوش کنم. عیسی به وی گفت: کسی که به شترگاه سر می کند و بعد به عقب نگاه می کند، لایق نیست که در پادشاهی خدا باشد. باب 10. بعد از این خداوند عیسی باز 70 نفری دیگر را انتخاب نموده، آنها را جفت جفت پیشا پیش خود به هر شهر و دهاتی که رفتنی بود فرستاد. او با آنها گفت: حاصل بسیار است، ولی کارگران کم. از این رو از صاحب حاصل التماس کنید که برای غنداشتن حاصلش کارگران را فرستد. روید، حالا من شما را نزد آدمان همچون بره ها به بین گرگ ها می فرستم. با خود هیچ پول، بارخلطه و یا پایافزال علاوگی نگیرید و در راه وقتتان را با احوال پرسی آدمان صرف نکنید. به هر خانه که می درآیید اول بگویید: صلح باد بر این خاندان. اگر در آنجا شخص صلح پروری باشد، صلح شما با او می ماند، وگرنه آن به خودتان برمی گردد. پس در بدر نگردید و در همان خانه مانید
و هر چی پیشتان مانند همان را خورید و نوشید، زیرا مهنتکش سزاوار آن است که مزد کارش را بگیرد. اگر به یگان شهر درآیید و شما را در آنجا قبول کنند، هر خوراکی که پیشتان گذارند خورید. بیماران آن شهر را شفا دهید و گویید پادشاهی خدا به شما نزدیک است. ولی اگر به شهر درآیید و شما را قبول نکنند، در کوچه هایش گشته چنین گویید حتی چنگ و خاک شهر شما را که بر پای ما نشسته است بر ضد شما می افشانیم، ولی انیق دانید که پادشاهی خدا نزدیک است. به شما می گویم که در روز قیامت احوال مردم بدکردار شهر سدوم از حال آن شهر سبکتر خواهد بود. ای اهل کورزین و اهل بیت سیدا، وای بر حال شما، زیرا اگر آن معجزاتی که من در بین شما نشان دادم در شهرهای پرگناه سور و سیدون روی می دادند، آدمان آن کیها توبه کرده به تن لباس ماتم پوشیده موی کنان نشسته نشان می دادند که آنها از گناههایشان دست کشیدند. بنابراین در روز قیامت احوال مردم سور و سیدون از حال شما سبکتر خواهد بود. این چنین شما ای اهل کفرنهم گمان میکنید که سری شما تا به آسمان میرسد، اما شما به دوزخ پرتافته میشوید. کسی که شما را ای شاگردانم گوش کند مرا گوش میکند، و کسی که از شما روی گرداند از من روی میگرداند، و کسی که از من روی گرداند از فرستنده من نیز روی میگرداند. 70 نفر شاگردان با خوشحالی برگشته به عیسی گفتند خواجه، با نام تو حتی جنها به ما اطاعت میکنند. او با آنها گفت من دیدم که شیطان مثل برق از آسمان افتاد. حالا من به شما قدرت دادم که ماران و کژدمان و تمام قوه دشمن را پایمال کنید. به شما هیچ چیز ضرر رسانده نمیتواند، ولی نه برای آن شاد باشد که جنها به شما اطاعت میکنند، بلکه برای آن شادی کنید که نامهایتان در آسمان نوشته شدند. خودی همان لحظه عیسی از شادی روح القدس پر شده گفت ای پدر، ای خداوند زمین و آسمان، به تو شکر میگویم که این چیزها را از عاقلان و خردمندان پنهان کردی و به آدمان عادی آشکار ساختی. بله ای پدر، خواهش نیکی تو چنین بود. پدرم همه چیز را به من داده است. بغیر از پدر دیگر هیچ کس پسر را نمی شناسد. این چنین هیچ کس پدر را نمی شناسد بغیر از پسر، و آنهایی که پسر می خواهد پدر را برایشان ظاهر سازد. سپس عیسی به شاگردانش روی آورده فقط به آنها گفت شما خوشبختید که این چیزها را می بینید، زیرا به شما می گویم که پیغمبران و پادشاهان بسیار می خواستند آن چیزهایی را ببینند و بشنوند که شما می بینید و می شنوید، ولی آنها نه دیدند و نه شنیدند. همین وقت یکی از استادان شریعت برخاست و عیسی را آزمودنی شده و او چنین سوال داد استاد، برای به دست آوردن حیات ابدی چیکار باید کنیم؟ عیسی هم از وی پرسید در شریعت چی نوشته شده است؟ شما از آنجا چی میخوانید؟ وی جواب داد خداوند خدای خود را با تمام دل و جان و با تمام قوت عقل و هوشت دوست دار و دیگران را مثل خودت دوست دار. عیسی گفت درست جواب دادی، همین طور بکن و حیات خواهی داشت. ولی او خود را سفید کردنی شده از عیسی پرسید پس دیگران را گفته کی در نظر داشته شده است؟ عیسی در جواب گفت مردی که از اورشلیم به عریها می رفت به دست راهزنها افتید. راهزنها لباسهایش را دزدیده لت و کوب کردند و در حالت نیم مرده پرتافته رفتند. تصادفاً از همان راه کاهنی می گذشت
و چون او را دید از طرف دیگری راه گذشته رفت. همچنین مردی از قبیله لیوی از آنجا می گذشت و چون مرد زخمدار را دید او نیز از طرف دیگری راه گذشته رفت. ولی مردی سامریه که از آنجا می گذشت و وی نزدیک شده او را دید و دلش به حال او سوخت. او نزد آن مرد آمده زخمهایش را با شراب تازه کرد و روغن مالیده بست. بعد او را برداشته به خرش سوار کرد و به مهمانخانه آورد و در همانجا او را نگاه بین نمود. روز دیگر به صاحب مهمانخانه 2 تنگه نقره داده گفت او را نگاه بین کن و اگر خراجات از این زیادتر شود وقتی برگشتنم به تو برمیگردانم. به فکر تو کدام از این 3 نفر به آن مردی که از دست راهزنها جبر دیده بود محبت زیادتر نشان داد؟ استاد شریعت جواب داد آن کسی که به او رحم کرد. عیسی گفت پس رفته مانند او رفتار کن. عیسی و شاگردانش سفرشان را دوام داده به دیهه آمدند. در همانجا مرتا نام زن او را در خانه خود مهمانداری کرد. وی مریم نام خواهری داشت که پیش پای خداوند عیسی نشسته به سخنان او گوش می داد. مرتا که از سبب تیاری ضیافت به تشویش افتاده بود به نزد عیسی آمده گفت خواجه‌ام آیا تو پروای نداری که خواهرم همه کار را به سر من پرتافته است؟ آخر با او بگوی که به من یاری دهد. مرتا گفت به وی خداوند عیسی تو غمی بسیار چیزها را میخوری و ناراحت هستی ولی فقط یک چیز لازم است. مریم چیز خوبی را انتخاب نموده است و آن را از او هیچ کس گرفتن نمیتواند. باب 11. روز عیسی در یک جای دعا می کرد. وقتی که دعایش را تمام کرد یکی از شاگردانش به او گفت خواجه یحیی به شاگردانش دعا کردن را یاد داده بود، تو نیز به ما دعا کردن را یاد ده. عیسی به آنها گفت وقتی که دعا می کنید چنین گویید ای پدر نام تو مقدس باد، بگذار پادشاهی تو بیاید، رزق و روزی امروزه امان را به ما بده و گناه های ما را ببخش چنان که ما آنهایی را که به ما بدی می کنند می بخشیم و ما را به آزمایش دچار نکن. بعد از آن گفت فرض می کنیم که یکی از شما دوست دارید و نیمی شب به خانه او رفته می گوید ای دوست به من 3 تا نان قرض ده، چون یکی از دوستانم که در سفر بود به خانه هم آمده است و من چیزی ندارم که پیش او گذارم. ولی او از درون خانه چنین جواب می دهد مرا تشویش نده، در خانه هم بسته است و من و بچه هایم الکی در جایگاه خوابیده ایم، حالا نمی توانم خسته به تو نان دهم. به شما می گویم اگر او از روی دوستی خسته چیزی ندهد هم از بس که به ایست طلب می کنید می خیزد و آن چیزی را که طلب می کنید به شما می دهد. بنابراین من هم به شما می گویم طلب کنید و به شما داده می شود، بجویید و پیدا می کنید، در را بکوبید و آن برویتان گشاده می شود. چون هر کی طلب می کند به دست می آورد، هر کی می جوید پیدا می کند و هر کس که در را می کوبد آن برویش گشاده می شود. آیا در بین شما پدری هست که اگر پسرش ماهی طلب کند به جای ماهی به وی مار دهد؟ یا اگر پسرش تخم طلب کند به جایش به او کژدم دهد؟ اگر شما با وجود دلسیاهیتان به فرزندان خود دادن چیزهای خوب را دانید، چقدر پدر آسمانی شما تیار است روح القدس را به آنهای دهد که از او می طلبند. بار عیسی از یک مرد جن بیرون کرد. آن مرد از سبب جن داشتنش گنگ بود و وقتی که جن بیرون برآمد
مرد به گپ در آمد و مردم به حیرت افتادند. بعضی آدمان چنین می گفتند: عیسی جنها را با قدرت بألزبول که سردار جنها است بیرون می کند. دیگران باشند او را سنجیدنی شده طلب می کردند که از جانب خدا علامت نشان دهد. ولی عیسی که از فکرهای آنها با خبر بود گفت: هر دولتی که در داخل خود از هم جدا شده جنگ می کند به زودی بر هم می خورد و هر خانواده‌ای که در بین اعضایانش جدایی می افتد ویران می گردد. اگر شیطان در خود به دو قسم جدا شود مگر حکمرانی او دوام یافته می تواند؟ شما می گویید که من جنها را به واسطه بألزبول بیرون می کنم. اگر من جنها را با قدرت بألزبول بیرون کنم، پیروان شما با چی بیرون می کنند؟ آنها با کدام قدرت بیرون می کنند؟ آنها اثبات می کنند که شما نادرست فکر می کنید. اما اگر من با قوه خدا جنها را بیرون می کرده باشم، از این بر می آید که پادشاهی خدا الکی به شما آمده است. وقتی که شخصی پرزور و مسلح قصرش را پاسبانی می کند، به چیز و چاره او ضرری نمی رسد. ولی هنگامی که شخصی از وی پرزورتر به او حمله کرده غالب می براید، اسلحه‌ای را که صاحب خانه به آن امید بسته بود کشیده می گیرد و چیزی به دست آوردهش را با شریکانش تقسیم می کند. هر که با من نیست مقابل من است و هر که با من آدمان را نزد خدا نمی آورد آنها را از خدا دور می کند. وقتی که روح ناپاک یعنی جن از شخص بیرون می رود، وی با نیت پیدا کردن منزل زیست جایهای بی آب را دور می زند و آن را نیافته می گوید: به خانه پیشترم بر می گردم و برگشته می بیند که این خانه به ترتیب روبوچین شده است. پس روح ناپاک رفته 7 روح از خودش هم بدتر را می آورد و همه آنها با آن خانه در آمده زندگی می کنند. در نتیجه احوال آن شخص از حالت اولش بدتر می شود. هنگامی که عیسی این سخنان را می گفت، زنی از میان مردم خطاب کرد: خوشبخت است آن زنی که تو را تولد کرده مکانده است. عیسی باشد گفت: ولی آنهایی که کلام خدا را می شنوند و از روی آن عمل می کنند خوشبخت‌ترند. مردم زیاد در گرد عیسی جمع می آمدند و او سخن آغاز نموده گفت: نسل حاضره که علامت طلب می کند نسل بد است، ولی خدا به این نسل غیر از علامت یونس پیغمبر علامت دیگری نمی دهد. چطوری که یونس بر مردم شهر نینوه علامت بود، پسر آدمیزاد نیز بر این نسل علامت خواهد شد. در روز قیامت ملکه سرزمین سبا برخسته آدمان این نسل را عیبدار می کند، زیرا او از یک گوشه دنیا برای شنیدن حکمت شاه سلیمان آمده بود. حال آنکه از سلیمان دیده شخصی بزرگتر در اینجاست. در روز قیامت باشد ساکنان نینوه برخاسته این نسل را عیبدار می کنند، زیرا آنها با شنیدن پیغام یونس توبه کردند و از گناههایشان دست کشیدند. حال آنکه از یونس دیده شخصی بزرگتر در اینجاست. هیچ کس چراغ را درگیرانده به جای چشم نارس نمی ماند و یا با ظرف نمی پوشاند، برعکس آن را به چراغ پایه می ماند تا هر که در آید روشنیش را ببیند. چشم شما چراغ بدنتان است. اگر چشمتان سالم باشد تمام بدنتان از روشنی پر است، ولی اگر سالم نباشد بدنتان را تاریکی فرا می گیرد. احتیاط باشید تا آن نوری که در شماست باز تاریکی نباشد. پس اگر تمام بدنتان پر از روشنی باشد و در خود هیچ تاریکی نداشته باشید، به مانند آن چراغی که با درخش خود شما را منور می سازد، تمام بدنتان روشن خواهد بود. وقتی که عیسی این سخنان را می گفت، یکی از فریسیان او را به خانه خود
به مهمانی دعوت نمود و عیسی به خانه او در آمده به سر دسترخوان نشست. فریسی حیران شد که عیسی پیش از خوردن خوراک دست نشست. ولی خداوند عیسی با آن فریسی گفت: همه شما فریسیان بیرون پیاله و طبق را می شوید و درونتان باشد پر از خسیسی و بدی است. ای بیعقلان، آیا همان یک آفرنده تمام چیزی را که هم در بیرون و هم در درون است نآفریده است؟ پس از آن چی که دارید به کمبغلان دهید و همه چیز برایتان پاک می گردد. وای بر حال شما ای فریسیان، چون که از حاصل پودینه و کشنیچ و دیگر نمودی گیاه ها 10 را می سپارید، اما تعلیمات را درباره راستی و محبت خدا به اهمیت می مانید. شما می بایست این قانون ها را رعایت کرده قانون های دیگر را ترک نمی کردید. وای بر حالتان ای فریسیان، شما دوست می دارید که در جایهای بهترین جماعت خانه ها نشینید و در بازارها با عزت و احترام به شما سلام دهند. وای بر حال شما که به قبرهای بی نام و نشان مانند هستید و مردم نفهمیده آنها را زیر پا می کنند و حرام می شوند. آنگاه یکی از استادان شریعت به عیسی گفت: استاد، تو با این سخنانت ما را هم تحقیر می کنی. ولی عیسی گفت: وای بر حال شما نیز ای استادان شریعت که قانونهای زیاد را به گردن مردم بار می کنید و از جایتان نمی جنبید که به آنها یاری دهید. وای بر حال شما که برای پیغمبران مقبره ها می سازید، آخر همان پیغمبران را اجدادان شما کشتند. با این عملتان شما تصدیق می کنید که با کار و عملهای اجدادانتان راضی هستید. چون که آنها پیغمبران را می کشتند، شما باشد برای پیغمبران مقبره ها می سازید. برای همین حکمت خدا اعلان می کند: به نزدشان پیغمبران و فرستادگان را می فرستم و آنها بعضیشان را می کشند و بعضی دیگرشان را دنبالگیری می کنند. پس مردم این نسل برای خون تمام پیغمبرانی که از اولی آفرینش دنیا ریخته شده است جواب می دهند. یعنی از خون حابیل سر کرده تا خون زکریا که در بین قربانگاه و مقدسترین جای معبد خدا کشته شده بود. براستی به شما می گویم که مردم این نسل برای همه این جواب خواهد داد. وای بر حال شما ای استادان شریعت که کلید دروازه دانش را از آن خود کرده، هم خودتان از آن ندر آمدید و هم با آنهایی که می خواهند درآیند مانع می شوید. وقتی عیسی از آنجا می رفت، استادان شریعت و فریسیانی که به غضب آمده بودند او را به حالش نگذاشته از هر خصوص سوال باران می کردند. آنها می خواستند که عیسی را با سخنان خودش به دام اندازند. باب 12. در این میان هزاران هزار آدمان جمع آمده یکدیگر را تله می دادند و عیسی اول به شاگردان خود مراجعت کرده گفت: خود را از خمیر ترش فریسیان که درویگی است احتیاط کنید، زیرا هیچ چیزی پوشیده نیست که آشکار نشود و هیچ چیزی پنهانی نیست که معلوم نگردد. پس آنچه را که مخفی گفته بودید گشاد و روشن خواهند شنید و آنچه را که شما در پنهانی پیچ را زده گفتید از بالای بام خانه ها با آواز بلند اعلان خواهند کرد. به شما میگویم ای دوستانم، از آنهایی که جسمتان را میکشند و بعد از آن هیچ کاری دیگری کردن نمیتوانند نترسید،
من به شما میفهمانم که از کی باید ترسید. از همان ترسید که بعد از کشتن قدرت دارد که شما را به دوزخ پرتاید. بله، به شما میگویم که از او ترسید. ارزش 5 گنجشک فقط 2 تنگه است. با وجود این خدا هیچ کدام از آنها را فراموش نمی کند و حتی شماره تارهای مویتان را می داند. بنابراین نترسید، ارزش شما از بسیار گنجشک ها هم زیادتر است. به شما می گویم هر که در پیش مردم می گوید که پیرو من است، من نیز که پسر آدمی زاد هستم، در نزد فرشتگان خدا پیرو من بودنش را تصدیق می کنم. لیکن هر که در پیش مردم مرا رد کند، من نیز در پیش فرشتگان خدا او را رد می کنم. هر کس که بر ضد پسر آدمی زاد سخن می گوید بخشیده می شود، لیکن کسی را که بر ضد روح القدس سخن کفر می گوید خدا هرگز نمی بخشد. وقت شما را به جماعت خانه ها، به نزد سرداران و حکومتداران می برند. غم نخورید که چه خیل جواب دهید یا چی باید گویید، زیرا روح القدس به شما یاد می دهد که همان وقت چی باید گویید. مردی از بین مردم به عیسی گفت: استاد، به برادرم بگوی که میراث را با من تقسیم کند. عیسی جواب داد: ای آدم، کی مرا بر شما قاضی یا داور تعیین کرده است؟ سپس به همه مراجعت کرده گفت: از هر گونه چشم گرسنگی حذر کنید، زیرا حیات آدم از بسیاری بایگریش عبارت نیست. بعد به آنها مثل را گفت: زمین یک مرد بای حاصل فراوان داد. وی به خود فکر کرد: چی کار باید کنم؟ آخر برای جمع کردن حاصل خود جای ندارم. بعد گفت: انا چی کار میکنم؟ انبارهای خود را ویران کرده انبارهای کلانتر می سازم. بعد تمام حاصل و بایگریم را به آنجا برده به خود می گویم: تو ثروت بسیار داری که برای سالهای زیاد می رسد. اکنون راحت کن، بخور، بنوش و کیف و صفا کرده گرد. ولی خدا به وی گفت: ای بی عقل، همین شب جانت از تو گرفته می شود. پس آنچه ذخیره کرده ای نصیب کی می گردد؟ همین طور با هر کسی می شود که برای خود بایگری جمع می کند ولی در نظر خدا بای نیست. عیسی به شاگردانش گفت: بنابراین به شما می گویم که غم زندگیتان را نخورید که چی می خورید و غم بدن خود را نخورید که چی می پوشید. آخر زندگی فقط از خوراک و بدن فقط از پوشاک عبارت نیست. به زاغ‌ها نگاه کنید، آنها نه کشت و کار می کنند، نه حاصل جمع می کنند، نه انبار دارند و نه کهدان، ولی خدا آنها را می خوراند و ارزش شما نسبت به پرنده ها چند مراتب بلندتر است. کدام از شما با غم خوردن عمر خود را اقلاً 1 ساعت درازتر کرده می تواند؟ پس اگر شما چنین یک کاری ناچیز را کرده نتوانید، چرا غم چیزهای دیگر را می خورید؟ به نشأ و نمای گلهای سوسن نگاه کنید. آنها نه مهنت می کنند و نه رشته می ریسند، لیکن به شما می گویم که حتی شاه سلیمان با تمام حشمت و بایگریش مثل یکی از آنها لباس زیبای نپوشیده است. پس اگر خدا علفی را که امروز در صحرا هست و پگاه به تنور پرتافته می شود چنین پوشاند، شما را نیز ای سست ایمان ها چند مراتب بهتر از آن پوشانده می تواند. غم نخورید و از پی آن نشوید که چی می خورید و چی می نوشید، چون که خلقهای دیگر از پی همه این چیزها می باشند. ولی پدر شما می داند که شما به این چیزها احتیاج دارید. برعکس پادشاهی او را بجویید و او این چیزها را نیز به شما می دهد. ای شما که رمه خرد خدا هستید، نترسید،
زیرا خواست پدرتان چنین است که پادشاهی را به شما دهد. آنچه را که دارید فروشید و به کمبغلان تقسیم کنید. بایگری را به دست آرید که هیچ وقت کم نمی شود. ثروت بی پایان در آسمان جمع کنید که دست دزد به آنجا نمی رسد و آن را کیرم نمی زند. زیرا هر جایی که بایگری دارید فکر و خیال شما نیز در آنجا خواهد بود. هر یکی شما میان خود را بندید و چراغ‌هایتان را روشن نگاه دارید. به مانند خدمتگاران باشد که انتظار از توی برگشتن خوجینانشان هستند تا که وقت برگشت در را کوفتن خوجینشان آن را زود بر رویش کشایند. خوشبختند خدمتگارانی که خوجینشان آنها را هنگام برگشتن بیدار می‌یابد. به راستی به شما میگویم که خود خوجین میانش را بسته آنها را به سر دسترخوان میشیناند و به آنها خدمت میکند. خوشبختند آنهایی که خوجینشان خواه نیمی شب خواه نزدیک صبح برگشته آنها را بیدار می‌یابد. بدانید که اگر صاحب خانه وقت و ساعت آمدن دزد را داند نمیگذارد که دزد به خانه اش درآید. شما نیز باید برای آمدن پسر آدمیزاد همیشه تیار باشید، چون که وی ساعت می آید که منتظرش نیستید. پتروس گفت: خواجه، این مثل را تنها برای ما گفتی یا برای همه؟ خداوند عیسی جواب داد: خدمتگار با وفا و خردمند کیست؟ کسی است که خوجینش او را در خواجگی خود نظارتچی تعیین می کند و به خدمتگاران سری وقت تقسیم کردن خوراک را به عهده‌اش می گذارد. خوشا خدمتگاری که خوجینش آمده وی را مشغول همین کار می یابد. براستی به شما می گویم که خوجینش وی را بر تمام مال و ملکش نظارتچی تعیین می نماید. ولی اگر آن نظارتچی فکر کند که خوجینش دیر می آید و دیگر خدمتگاران و کنیزان را لطوکوب کند و به خوردن و نوشیدن و مستیگری مشغول شود، خوجین نظارتچی در روزی که وی منتظر نیست و در ساعتی که گمان ندارد می آید. او این نظارتچی را دو پاره کرده به قسمت بیوفایان گرفتار می کند. خدمتگاری که خواهش خوجینش را می داند ولی آن را اجرا نمی کند و اجرا کردنی هم نیست، سخت لطوکوب کرده می شود. اما خدمتگاری که خواست خوجینش را ندانسته کاری بده می کند جزای سبکتری می بیند. به هر کسی که زیاد داده شده است از او نیز زیاد پرسیده می شود و به هر کسی که چیزی بسیار باوری کرده شده است از وی نیز بسیارتر طلب کرده می شود. من آمدم که در روی زمین آتش درگیرانم و سخت می خواهم که آن زودتر فروزان گردد. من باید با عذاب مرگاور تعمید بگیرم و تا به عمل آمدن این کار سخت غمگین هستم. فکر نکنید که من برای به زمین صلح آوردن آمدم. برعکس برای جدایی انداختن آمدم. بعد از این اگر در خانه 5 نفر باشند از هم جدا خواهند شد. 3 نفر به 2 نفر و 2 نفر به 3 نفر زید می برایند. پدر بر ضد پسر و پسر بر ضد پدر، مادر بر ضد دختر و دختر بر ضد مادر، خوشدامن بر ضد کلین و کلین بر ضد خوشدامن می براید. همچنین عیسی به مردم گفت: وقتی می بینید که از غرب ابر پیدا می شود در حال می گویید باران می بارد و چنین می شود. و هنگامی که باد جنوبی می وزد می گویید هوا گرم می شود و همین طور هم می شود. ای درویه ها، شما علامت های زمین و آسمان را دیده باد و هوا را فهمیده می توانید و چرا زمانی فرا رسیده را معین کرده نمی توانید؟ برای چی خودی شما فکر کرده به خلاصه نمی آید که چی باید کنید؟ آخر وقتی که با دعواگر به پیش قاضی می روید باید همه طرفه کوشش کنید که در راه با دعواگر آشتی شوید تا که او شما را به نزد قاضی نبرد
و قاضی شما را به دست زندانبان نسپارد و زندانبان شما را به زندان نه اندازد. براستی میگویم که تا تنگه از همه آخرینتان را ندهید از حبس نمی برایید. باب 13. در همین وقت بعضی ها به نزد عیسی آمده درباره جلیلیان نقل کردند که حاکم پیلاتوس آنها را هنگام قربانی کردنشان کشت. عیسی در جواب آنها گفت: با گمانتان این جلیلیان از جلیلیان دیگر گناهکارتر بودند که به آنها چنین حادثه روی داد؟ و شما میگویم نه. ولی اگر توبه کرده از گناههایتان دست نکشید، همه‌تان مانند آنها نابود میشوید. یا به فکرتان آن 18 نفری که مناره دهه شیلوه به بالایشان چپه شده مردند از همه ساکنان اورشلیم گناهکارتر بودند؟ به شما میگویم نه. ولی اگر توبه کرده از گناههایتان دست نکشید، همه‌تان مانند آنها میمرید. عیسی چنین مسئله را گفت: یک مرد در تاکزار خود درخت انجیر شینانده بود. وی برای چیندن میوه پیش درخت آمد ولی چیزی نیافت. پس به باغبان گفت: من 3 سال باز برای میوه گرفتن می آیم و یک دانه هم نمی یابم. آن را بریده پرتا. چرا زمین را بیهوده بند می کند؟ ولی باغبان جواب داد: خواجه، 1 سال دیگر آن را نبرید. من گردش را پابل کرده به زمین پارو می اندازم. اگر سال آینده میوه دهد خوب می شود و اگر ندهد بعد بریده پرتاید هم می شود. روز شنبه عیسی در یکی از جماعتخانه ها مردم را تعلیم می داد. در آنجا زنی بود که روح ناپاک یعنی جن او را 18 سال باز قد خمیده کرده بود و او هیچ قامتش را راست کرده نمی توانست. عیسی این را دیده او را به نزدش دعوت کرد و دستانش را بر او گذاشته گفت: ای زن، تو از بیماریت رها یافتی. قامت زن در حال راست شده و خدا را حمد و ثنا خواند. سردار جماعتخانه از آن که عیسی در روز شنبه زن را شفا بخشید خشمگین شده به مردم گفت: برای کار کردن 6 روز هست و باید نه در روز شنبه بلکه در یکی از همین روزها آمده شفا یابید. ولی خداوند عیسی در جواب گفت: ای درویگان، مگر هر یکی شما در روز شنبه بندی برزگاو یا خری خود را کشاده آنها را برای آبدهی از آغیل بیرون نمی برارید؟ حال آنکه این زن از اولاد ابراهیم است و شیطان او را 18 سال باز در بندهای خود نگاه می داشت، پس نخواد ممکن نباشد که او در روز شنبه از این بندها آزاد شود. با این سخنانش او دشمنانش را شرمنده کرد و تمام مردم از کارهای عجایبی که او میکرد شاد میشدند. عیسی گفت: پادشاهی خدا به چی مانند است؟ من این را با چی مقایسه کنم؟ آن به تخم خردل مانند است که شخص گرفته در باغ خود میکارد. آن رویده درخت می شود و پرنده ها در میان شاخه هایش لانه می گذارند. باز گفت: پادشاهی خدا را به چی مانند کنم؟ آن به مثل خمیر تروش است که زن آن را گرفته با یک خلط آرد آمیخته خمیر کرد و تمام خمیر رسید. عیسی به سوی اورشلیم روانه بود و در شهر و دهه ها گشته مردم را تعلیم می داد. شخصی از او پرسید: خواجه‌ام، نخواد که شماره کمی آدمان نجات یابند؟ عیسی به مردم گفت: کوشش و غیرت کنید تا از دری تنگ درآیید،
زیرا به شما میگویم که بسیار کسان کوشش میکنند که از آن در درآیند ولی در آمدن نمیتوانند. وقتی که صاحب خانه خسته در را محکم میکند، شما در بیرون میمانید و در را کوفته میگویید خواجه در را برایمان گشایید، ولی او به شما جواب میدهد من نمیدانم شما از کجا هستید. آن وقت شما میگویید ما همراه تو میخوردیم و مینوشیدیم، تو در کوچه های ما مردم را تعلیم میدادی. ولی او به شما جواب خواهد داد من نمیدانم شما از کجا هستید، دور شوید از من ای همه بدکاران. وقتی که شما در پادشاهی خدا ابراهیم، اسحاق، یعقوب و همه پیغمبران را میبینید و خودتان از آنجا رانده میشوید، از درد دندان به دندان زده گریه میکنید. مردم از هر گوشه و کنار دنیا آمده در پادشاهی خدا سر یک دسترخوان می نشینند و بعضی از آنهایی که حالا آخرین هستند اولین می شوند و آنهایی که اولین هستند آخران می شوند. همین وقت چند نفر از فریسیان به نزد عیسی آمده گفتند از اینجا برآمده رو، چون که حاکم هرودس می خواهد تو را کشد. عیسی با آنها گفت رفته به آن روباه گویید که من امروز و پگاه جنها را بیرون کرده مردم را شفا می دهم و روز سیوم کارم را تمام می کنم. ولی من باید امروز، پگاه و هم بعد از پگاه راهم را دوام دهم، زیرا این خیل شدنش ممکن نیست که پیغمبر بیرون از اورشلیم کشته شود. ای اورشلیم اورشلیم، پیغمبران را میکشی و آنهایی را که خدا به نزدت میفرستد سنگسار میکنی. من بارها آرزو داشتم مثل مرغی که چوجه هایش را زیر بالهایش جمع میکند ساکنانت را در گرد خود جمع آورم، ولی تو راه ندادی. پس حالا خانه‌ات خالی و بی صاحب میماند. به شما میگویم که تا برکت یابد کسی که به نام خداوند می آید نگوید مرا نخواهید دید. باب 14. بار در روز شنبه عیسی در خانه یکی از سرداران فریسیان مهمان شد و آنها رفتار او را مشاهده می کردند. در روبروی عیسی مرد می نشست که بدنش ورم کرده بود. عیسی با استادان شریعت و فریسیان مراجعت نموده گفت در روز شنبه کسی را شفا دادن ممکن است یا نه؟ آنها خاموش ماندند. او باشد به بیمار دست رسانده شفا بخشید و او را جواب داد. سپس با آنها گفت اگر فرزند یا برزگاوی یکی از شما در روز شنبه به چاه افتد مگر آن را زود بیرون نمی برارید؟ ولی آنها با او جواب دادن نتوانستند. عیسی مشاهده می کرد که مهمانان می خواستند به جایهای بالاتر رفته شینند. بنابراین با آنها مسئله را گفت. وقتی که به توی عروسی دعوت می شوی از بالا گذشته نشین، چون شاید شخص دعوت شده باشد که از تو آبرومندتر است. آنگاه صاحب خانه‌ای که هر دوی شما را دعوت کرده است آمده به تو نگوید جایت را به او بده. آن وقت شرم داشته مجبور می شوی که از پایان گذشته شینی. برعکس وقتی که تو را دعوت می کنند آمده در جای پایان بشین تا صاحب خانه آمده به تو گوید دوستم بالاتر بشین. آنگاه عزت و احترام تو در نظر همه مهمانان به جا آورده می شود. زیرا هر که خود را کلان می گیرد پست می شود و برعکس هر کسی که خود را خاکسار می گیرد سربلند می شود.
بعد به صاحب خانه که او را دعوت کرده بود گفت: وقتی که ضیافت تشکیل میکنی، دوستان، برادران، خویشان و همسایه های بای خود را دعوت نکن، چون که آنها نیز تو را دعوت میکنند و نیکیت را بر میگردانند. بهترش وقتی ضیافت آراستند کمبغلان و معیوبان و شلها و نابینایان را دعوت نما. آنگاه خوشبخت خواهی شد، چون که آنها نیکیت را برگردانده نمیتوانند، ولی در روزی که نیکان زنده میشوند خدا نیکیت را به تو برمیگرداند. این را شنیده یکی از مهمانان به عیسی گفت: خوشبخت است آن کسی که در پادشاهی خدا ضیافت بخورد. اما عیسی به او گفت: مرد ضیافت کلان آراسته مردم زیادی را دعوت نمود. چون وقت ضیافت رسید، خدمتگارش را فرستاد تا به دعوت شدگان بگوید: بیایید، الکی همه چیز تیار است. همین وقت همه یکی از پی دیگر به عذرخواهی در آمدند. یکمش گفت: میبخشید، من زمین خریدم و باید رفته آن را بینم، خواهش میکنم مرا ببخشید. دیگری گفت: میبخشید، من 5 جفت برزگاو خریدم و حالا برای سنجیدن آنها میروم. سومی گفت: من نو زن گرفتم، بنابراین رفته نمیتوانم. خدمتگار برگشته این خبر را به خواجه‌اش رساند. آنگاه خواجه در غضب شده به خدمتگارش فرمان داد: زودتر به کوچه و تنگکوچه های شهر رفته کمبغلان، معیوبان، کوران و شلها را به اینجا بیار. بعد از چند خدمتگار آمده گفت: خواجه‌ام، فرمانتان را اجرا نمودم، ولی باز هم جایهای خالی هستند. سپس خواجه به خدمتگار گفت: بیرون از شهر رو و قدقد راههای تنگ و وسیع گشته مردم را به آمدن راضی کن تا که خانه هم پر شود. با شما میگویم هیچ یکی از آن شخصانی که دعوت شده بودند مزه ضیافت مرا نخواهد چشید. همراه عیسی مردم بسیاری می رفتند و او با آنها رو آورده گفت: کسی که پیش من می آید و مرا بیشتر از پدر و مادرش، زن و فرزندانش، برادران و خواهرانش و زیادتر از جان خود دوست نمی دارد، شاگرد من شدن نمی تواند. کسی که صلیب عذاب و مرگش را با خود نبردارد و از پی من نآید، شاگرد من شدن نمی تواند. کدام از شما مناره ساختنی شده اول نشسته خرج آن را حساب نمی کند تا بفهمد که امکانیتی به انجام رساندن ساختمان را دارد یا نه؟ زیرا اگر پای دیوار را گذاشته آن ساختمان را به آخر رساندن نتواند، همه آنهایی که این را می بینند با او خندیده می گویند: این مرد ساختمان را سر کرد و به تمام کردن آن قوتش نرسید. همچنین پادشاه پیش از محافظت کردن خود از هجوم پادشاه دیگر اول باید نشسته نغزکک فکر کند: آیا می توانم با 10,000 سرباز خود با پادشاهی که با 20,000 سربازش بر ضد من می آید مقابلت نشان دهم؟ پس اگر نتواند، هنوز که دشمنش دور است، سفیرانش را برای صلح بستن می فرستد. عیناً همین طور هیچ یکی از شما تا از تمام چیز و چاره خود دست نکشید نمی توانید شاگرد من باشید. نمک چیزی خوب است، ولی اگر نمک صفتش را گم کند مگر آن را باز شور کرده می شود. آن دیگر برای هیچ چیز به کار نمی آید. با آن حتی زمین را پارو کرده نمی شود. آن را تنها برآورده می پرتایند. هر کی گوش دارد بشنود. باب 15. بسیار اندازگیران و دیگر کسانی که گناهگار حساب می شدند برای شنیدن سخنان عیسی به نزدش می آمدند. ولی فریسیان و استادان شریعت ناراضگی خود را بیان کرده می گفتند:
این مرد گناهکاران را قبول میکند و همراهشان خوراک میخورد. بنابراین عیسی با آنها چنین مثل را گفت: فرض میکنیم که نفری از شما 100 گوسفند دارد و یکیش را گم میکند. مگر 99 تایش را در چراگاه گذاشته تا یافتن آن گوسفند گم شده از پی آن نمی رود؟ و چون یابد با خرسندی آن را بالای کفتانش برداشته به خانه‌اش می آید و دوستان و همسایه هایش را جیغ زده می گوید: با من خرسندی کنید، من گوسفند گم شده ام را یافتم. به شما می گویم در آسمان برای یک گناهگاری که از گناه دست کشیده توبه می کند خرسندی زیادتر می شود نظر به آن 99 نیکوکاری که به توبه هیچ احتیاج ندارند. فرض می کنیم که زن 10 تنگه نقره دارد و یکیش را گم می کند. مگر وی چراغ را درگیرانده خانه را نمی روبد و تا پیدا کردن آن با دقت نمی کابد؟ و چون یابد دوگانه ها و همسایگان خود را جیغ زده می گوید: با من خرسندی کنید چون که تنگه گم کردم را یافتم. به شما می گویم فرشتگان خدا برای یک گناهگاری که از گناه دست کشیده توبه می کند همین طور خرسندی می کنند. عیسی باز گفت: مرد 2 پسر داشت. پسری خردی به پدرش گفت: پدر، حق میراثم را به من ده. و پدر همه چیزی را که داشت به هر 2 پسرش تقسیم کرد. بعد از چند روز پسری خردی چیز و چاره‌اش را جمع کرده به کشوری دوردستی رفت. در آنجا او تمام باییگریش را بیهوده به عیش و عشرت صرف کرد. بعد از آنکه همه باییگریش را برباد داد، در آن سرزمین گرسنگی سختی به میان آمد و او نان خوردن نداشت. سپس رفته به یکی از ساکنان آن کشور خدمتگار شد و آن مرد او را برای خوکبانی کردن به زمین خود فرستاد. این پسر تیار بود شکمش را با همان خوراکی که خوکها میخورند سیر کند، اما با او همان را هم نمی دادند. عاقبت عقلش به جایش آمده به خود گفت: همه خدمتگاران پدرم نان فراوان دارند، اما من در اینجا از گرسنگی می میرم. به نزد پدرم برمیگردم و به وی میگویم: پدر، من در پیش خدا و شما گناهکارم و دیگر لایق آن نیستم که پسری شما نامیده شوم. مرا همچون یکی از مردکارتان قبول کنید. بعد او خسته به خانه پدرش روانه شد. وی هنوز در دوری بود که پدرش او را دیده به حال پسرش رحمش آمد و دویده رفت و فرزندش را به آغوشش گرفته بوسه کرد. پسر به وی گفت: پدر، من در پیش خدا و شما گناهکارم و دیگر لایق آن نیستم که پسری شما نامیده شوم. اما پدر و خدمتگارانش گفت: زودتر جامه بهترین را آورده به او پوشانید، به دستش انگشترین و به پایهایش پایافزال پوشانید. گوساله بهترین را بیارید و سر برید، میخوریم و خرسندی میکنیم. آخر این پسرم مرده بود و حالا زنده شد، گم شده بود و یافت شد. پس آنها جشن آراستند. همین وقت پسری کلانی در کشتزار بود. هنگام برگشتن وی به خانه نزدیک شده صدای موسیقی و رقص و بازی را شنید. پس یکی از خدمتگاران را جیغ زده پرسید که در اینجا چه واقعه روی داده ایستاده است. خدمتگار به او جواب داد: برادرتان آمد و پدرتان به خاطر که او زنده و سلامت برگشت گوساله بهترین را سر برید. برادری کلانی به خشم آمد و نخواست به خانه درآید. آنگاه پدرش بیرون برآمده او را التماس کرد. وی باشد به پدرش چنین جواب داد: آخر چندین سال است که من به شما مثل غلام خدمت میکنم و هیچ وقت از گفته‌تان بیرون نبرآمدم. شما باشد یگان بار به من حتی بزغاله را هم ندادید که با دوستانم خرسندی کرده توانم. ولی برای این پسرتان که مال و ملکتان را همراه فاحشه ها خورده تمام کرد و برگشت گوساله بهترین را سر بریدید. اما پدر به او گفت: پسرم، تو همیشه با من هستی و هر چیزی که من دارم از آن توست.
باید شادی و خرسندی کنیم، چون که برادرت مرده بود و زنده شد، گم شده بود و یافت شد. باب 16. همچنین عیسی به شاگردانش گفت: یک مرد ثروتمند نظارتچی داشت و به ثروتمند شکایت کردند که نظارتچیش مال و ملک او را بیهوده صرف می کند. خواجه‌اش وی را جغ زده گفت: من درباره تو چی ها می شنوم؟ به من حسابات ده که چی کارها کرده ای، چون که دیگر نظارتچی من شده نمی توانی. آنگاه نظارتچی از دل گذراند: چی کار کنم؟ خواجه مرا از کار می راند. من از عهده کلنزنی نمی برایم و از گدایی کردن هم شرم می دارم. یافتم چی باید کنم. باید کاری بکنم که وقتی بیکار ماندنم آدمان مرا به خانه هایشان راه دهند. وی قرضداران خواجه‌اش را یک یک جغ زد و یکمش را پرسید: تو از خواجه‌ام چقدر قرضدار هستی؟ قرضدار جواب داد: 100 خم روغن زیتون. نظارتچی به وی گفت: انا زبان خط تو زود نشسته به جای 150 نویس. بعد از دیگری پرسید: تو چقدر قرضدار هستی؟ او جواب داد: 100 خلطه گندم. نظارتچی گفت: انا زبان خط تو به جای 180 نویس. ولی خواجه‌اش نظارتچی فریبگر را تعریف کرد که زیرکیش را به کار برده چنین کرده است. آخر آدمان این دنیا در مناسبت با آنهایی که مثل خودشان هستند نظر به آدمان نور که از آن پادشاهی خدا هستند عاقل‌ترند. پس من به شما میگویم: پول و مال این دنیا را به آن صرف نمایید که برای خود دوستان را پیدا بکنید، تا در وقت تمام شدن بایگریتان آنها شما را در خانه های ابدی قبول کنند. کسی که در کار میده وفادار باشد در کار کلان هم وفادار میماند. همچنین کسی که در کار میده بی انصاف باشد در کار مهم هم بی انصافی میکند. پس اگر به شما بایگری این دنیا را باور کرده نشود، کی به شما بایگری حقیقی را باور میکند؟ و اگر به شما مال بیگانه را باور کرده نشود، کی مال خودی شما را به شما میدهد؟ هیچ خدمتگار به دو خواجه خدمت کرده نمیتواند، چون که یکیش را دوست می‌دارد و دیگرش را بد می‌بیند، یا به یکی وفادار میماند و دیگرش را پسند نمی‌کند. شما نیز نمی‌توانید هم بنده خدا باشید و هم بنده پول. فریسیان که پول پرست بودند همه این را شنیده عیسی را مسخره کردند، ولی او با آنها گفت: شما همان آدمانی هستید که خود را در پیش مردم بی عیب نشان می دهید، لیکن خدا از دلهای شما با خبر است. چیزی را که آدمان عالی درجه می شمارند در نظر خدا نفرت آور است. شریعت موسی و نوشته های پیغمبران تا زمان یحیای تعمید دهنده عمل بکردند. از وقت یحیی سر کرده خوشخبری پادشاهی خدا اعلان کرده می شود و همه کوشش می کنند که زوراً وارد آن پادشاهی گردند. ولی نیست شدن زمین و آسمان آسانتر است از آن که حتی نقطه از این شریعت بیکار کرده شود. هر که از زنش جدا شده زنی دیگر گیرد زنا می کند و هر که با زنی از شوهرش جدا شده خانه‌دار شود زناکار است. یک زمانها مرد ثروتمند زندگی میکرد که لباس قیمت بها می پوشید و هر روز خوراک شاهانه می خورد. العازار نام کمبغلی که بدنش پر از زخمها بود در نزد دروازه مرد ثروتمند دراز کشیده می خوابید و آرزو می کرد که شکمش را با پسمانده های دسترخوان بای سیر کند. حتی سگها آمده زخمهای او را می لیسیدند. وقتی که العازار مرد فرشتگان او را برده به پهلوی ابراهیم شناندند. مرد ثروتمند نیز مرد و او را گوراندند.
هنگامی که او در دوزخ عذاب میکشید به بالا نگاه کرد و از دور ابراهیم را دید که العازار در پهلویش می نشیند. آن ثروتمند فریاد زده گفت: ای پدرم ابراهیم، به من رحم کنید و العازار را بفرستید تا نوک انگشتش را به آب تر کرده زبانم را کمتر نم کند. من در این آتش عذاب میکشم. ولی ابراهیم چنین جواب داد: به خاطر آر پسر که در وقت زنده بودنت چیزهای خوب نصیب تو و چیزهای بد نصیب العازار شده بود. حالا باشد وی در اینجا راحت می‌یابد و تو عذاب میکشی. علاوه بر این بین ما و شما چنان غار کلان وجود دارد که اگر کسی از این طرف به پیش شما گذشتن خواهد هم نمیتواند، همچنین از آنجا کسی پیش ما گذشتن نمیتواند. مرد ثروتمند گفت: این طور که باشد از شما التماس میکنم ای پدر که العازار را به خانه پدری من فرستید. آخر من 5 برادر دارم. بگذار آنها را آگاه کند که به این جای عذاب نافتند. ابراهیم به او گفت: آنها نوشته های موسی و دیگر پیغمبران را دارند. بگذار به سخنان آنها گوش دهند. اما مرد گفت: نه پدرم ابراهیم، تنها اگر یکی از مردگان نزدشان رود آنها توبه کرده از گناه دست میکشند. ابراهیم جواب داد: مادامی که آنها به سخنان موسی و پیغمبران گوش نمیدهند، حتی اگر مرده زنده شود هم آنها باور نخواهند کرد. باب 17. به شاگردانش باشد عیسی چنین گفت: وسوسه ها پیدا خواهند شد، ولی وای بر حال آن کسی که به واسطه وی وسوسه ها به میان می آیند. برای وی بهتر می شد که به گردنش سنگ آسیاب را آویخته به بحر پرتایند، از آن که وی یکی از پیروان خردترین را گمراه کند. پس احتیاط باشید. اگر برادرتان بر شما گناه بکند او را نصیحت کنید و اگر توبه کرده از گناه دست کشد او را بخشید. اگر او روز 7 بار گناه کند و 7 مراتب توبه کردم گوید او را بخشید. فرستادگان به خداوند عیسی گفتند: ایمان ما را زیادتر کن. خداوند گفت: اگر شما حتی به اندازه دانه خردل ایمان می داشتید به این درخت توت ریشه‌کن شو و به بحر چنانده شو گفته می توانستید و وی به شما اطاعت می کرد. فرض کردیم که غلام شما به شدگار زمین و یا به چوپانی مشغول است. مگر وقتی از کشتزار برگشتنش شما به وی می گویید که زود آمده نزد دسترخوان بشیند؟ مگر به او چنین نمی گویید خوراک شام را تیار کن و تا وقتی که من می خورم و می نوشم میانت را محکم بسته به من خدمت کن، بعدتر خودت می خوری و می نوشی. آخر شما به غلامتان برای اجرا کردن فرمانهایتان تشکر نمی گویید کو؟ پس شما نیز بعد از آن که فرمانهای به شما داده شده را اجرا می کنید بگویید: ما غلام ناچیز هستیم و تنها وظیفه خود را اجرا کردیم. عیسی که به اورشلیم روانه بود قد سرحدی بین سامره و جلیل راه می رفت. هنگامی به یک دهه در آمدن به 10 کسی که بیماری پوست داشت روبرو شد. آنها کمی دور ایستاده داد زدند: ای عیسی، خواجه به ما رحم کن. عیسی آنها را دیده گفت: رفته خود را به کاهنان نشان دهید. آنها رفتند و در راه پاک شدند. یکی از آنها چون دید که شفا یافته است با آواز بلند خدا را ستایش کنان برگشت و خود را پیش پایهای عیسی پرتافته به او منتداری بیان کرد. آن مرد از سامره بود.
عیسی پرسید: مگر 10 نفر از بیماریشان پاک نشدند؟ 9 نفر دیگر کجایند؟ پس نخواد غیر از این مرد غیر یهودی یگان نفر از آنها برنگشت که خدا را حمد و ثنا خواند. بعد به او گفت: برخیز و برو، تو را ایمانت شفا داد. فریسیان از عیسی پرسیدند که کی پادشاهی خدا فرا می رسد؟ او با آنها جواب داد: آمدن پادشاهی خدا به نظر نمایان نیست. کسی به شما نمی گوید نگاه کنید وی در اینجاست و یا وی در آنجاست. آخر پادشاهی خدا الکی در بین شماست. ولی عیسی به شاگردانش گفت: وقت می رسد که به دیدن یکی از روزهای پسر آدمی زاد زار می شوید ولی آن را نمی بینید. به شما می گویند وی در آنجاست یا وی در اینجاست، از قفایشان ندوید، زیرا پسر آدمی زاد در روز آمدنش مثل رعد و برق می شود که درخشیده آسمان را از یک سو تا سوی دیگر روشن می کند. ولی اول او باید عذاب بسیار کشیده از طرف نسل این زمان رد کرده شود. چطوری که در زمان نوح پیغمبر بود، زمان آمدن پسر آدمی زاد نیز همان طور می شود. زیرا تا روزی به کشتی در آمدن نوح آدمان می خوردند و می نوشیدند، زن می گرفتند و به شوهر می برآمدند، ولی بعد طوفان برخاسته همه را نیست و نابود کرد. همچنین مانند زمان لوط خواهد بود که آدمان می خوردند و می نوشیدند، می خریدند و می فروختند، می کاشتند و عمارت می ساختند. ولی روزی که لوط از شهر سدوم برآمد، از آسمان آتش و سلفور باریده همه را نیست کرد. روزی که پسر آدمی زاد ظاهر می گردد نیز همان طور خواهد بود. اگر کسی آن وقت در بالای بام و چیز و چارهش درون خانه باشد، برای گرفتن آنها پایان نفراید. اگر کسی در صحرا باشد، به خانهش بر نگردد. زن لوط را به خاطر آورید. کسی که حیاتش را امین نگاه داشتنی است، آن را از دست می دهد. ولی کسی که حیاتش را فدا می کند، آن را امین نگاه می دارد. به شما می گویم که در آن شب از 2 نفری که در یک جاگه خوابند، یکیش گرفته می شود و دیگرش می ماند. از 2 زنی که در یک آسیاب گندم آرد می کنند، یکیش گرفته می شود و دیگرش می ماند. آنگاه شاگردانش از او پرسیدند: ای خواجه، این در کجا به عمل می آید؟ او با آنها جواب داد: هر جایی که جسد است، پرنده های لاشخور در آنجا جمع می شوند. باب 18. بعد عیسی با آنها مسئله را نقل کرد تا بدانند که باید همیشه دعا بگویند و هیچ وقت روح افتاده نگردند. او گفت: در یک شهر قاضی بود که نه ترسی از خدا داشت و نه شرم از مردم. در آن شهر بیوزنی نیز بود که همیشه به نزد او آمده می گفت: این مسئله مرا با دشمنانم حل کن. قاضی مدتی دور دراز طلب او را رد می کرد، ولی در آخر به خود گفت: گرچنده من نه ترسی از خدا دارم و نه شرم از مردم، ولی از بس که این بیوزن مرا به حالم نمی گذارد، او را حمایه می کنم تا هرگاه آمده مرا بیزار نکند. سپس خداوند عیسی پرسید: شما شنیدید که این قاضی بی عدالت چی می گوید؟
نخواد خدا انتخاب کردگان خود را که شب و روز به درگاهش زاری و تولا می کنند محافظت نکند؟ مگر خدا دیر می کند؟ به شما می گویم که خدا آنها را زود محافظت می کند. ولی آیا پسر آدمی زاد وقتی آمدنش در روی زمین ایمان را یافته می تواند؟ بعد عیسی با آنهایی که در بیگناه بودن خود شبهه نداشتند و دیگران را پست می شمردند چنین مثل را نقل کرد. دو کس برای دعاگویی به معبد خدا در آمدند. یکی فریسی بود و دیگر اندازگیر. فریسی راست ایستاده در دلش چنین دعا می گفت: خدایا، تو را شکر می گویم که مثل آدمان دیگر دزد، بدکار یا زناکار و هم مانند این اندازگیر نیستم. من هر هفته 2 بار روزه می گیرم و از هر درآمدی که دارم حصه 10 را می سپارم. ولی اندازگیر دورتر ایستاده حتی جرأت نمی کرد که سرش را بالا کرده به آسمان نگرد. وی تنها بر قفس سینه اش مشت زده می گفت: خدایا، به من گناهکار رحم کن. با شما می گویم که نه فریسی بلکه همین اندازگیر سفید شده به خانه اش برگشت. زیرا هر که خود را کلان می گیرد پست می شود و برعکس هر کسی که خود را خاکسار می سازد سربلند می شود. آدمان حتی کودکان خردسالشان را به نزد عیسی آوردند تا که او به سر آنها دست گذارد. ولی شاگردان این را دیده مردم را سرزنش کردند. عیسی کودکان را به نزدش جیغ زده گفت: مانید که کودکان نزد من آیند، پیش راه آنها را نگیرید، زیرا پادشاهی خدا نصیب آنهایی است که مثل کودک هستند. به راستی به شما میگویم هر کی پادشاهی خدا را مانند کودک قبول نکند به آن نمی درآید. یکی از سرداران از عیسی پرسید: ای استاد نیک، برای به دست آوردن حیات ابدی چه کار باید کنم؟ عیسی از او پرسید: چرا مرا نیک میگویی؟ غیر از خدا هیچ کس نیک نیست. تو فرمایش های خدا را میدانی: زنا نکن، قتل نکن، دزدی نکن، شهادتی بر دروغ نده، پدر و مادرت را حرمت و احترام نما. وی به عیسی جواب داد: من از ایام جوانیم همه این فرمایش ها را رعایت میکنم. عیسی این را شنیده گفت: به تو فقط یک چیز نمی رسد. هر آن چیزی که داری فروخته پولش را به کمبغلان تقسیم کن. آنگاه بایگری در آسمان پیدا میکنی. بعد آمده مرا پیروی نما. ولی آن مرد این را شنیده بسیار غمگین شد، چون که خیلی ثروتمند بود. عیسی به وی نگاه کرده گفت: به پادشاهی خدا در آمدن آدمانی بای به نهایت دشوار است. از سوراخی سوزن گذشتن شتر آسان تر است از آن که شخص ثروتمند و پادشاهی خدا درآید. آنهایی که او را می شنیدند پرسیدند: پس کی نجات یافته می تواند؟ عیسی جواب داد: هر چیزی که برای آدمی زاد غیر امکان باشد برای خدا امکان پذیر است. آنگاه پتروس گفت: ما از بحر همه چیز گذشته تو را پیروی کردیم. عیسی گفت: به راستی به شما میگویم هر کی به خاطر پادشاهی خدا از بحر خانه یا زن یا برادران یا پدر و مادر یا فرزندان گذشته باشد، در این دنیا همه این را چند مراتب زیادتر پیدا میکند و در آن دنیا حیات ابدی نصیبش میگردد. عیسی آن 12 شاگرد را به یک طرف برده با آنها گفت: ما به اورشلیم رفته ایستاده ایم. در آنجا هر چیزی که پیغمبران درباره پسر آدمیزاد نوشتند به عمل خواهد آمد. او را به دست غیر یهودیان می سپارند. آنها او را مسخره و حقارت کرده به وی توف می کنند و غمچینکاری نموده به قتل می رسانند. ولی او در روز سیوم زنده می شود. لیکن شاگردان از این گفته ها چیزی را نفهمیدند. معنای سخنان عیسی از آنها پوشیده ماند
و آنها نمی فهمیدند که او درباره چی سخن می راند. وقتی که عیسی به شهر اریحا نزدیک می شد، مرد نابینای در کنار راه نشسته صدقه می پرسید. چون نابینا شنید که از نزدش مردمی زیاد می گذرند، پرسید چی گپ شده است؟ با وی گفتند که از اینجا عیسی ناصری گذشته ایستاده است. آن نابینا فریاد زده گفت ای عیسی نسل داوود، به من رحم کن. آنهایی که پیشا پیش روانه بودند او را سرزنش کرده می گفتند که خاموش شود، اما او باز بلندتر داد زده می گفت ای نسل داوود، به من رحم کن. عیسی از راهش باز ایستاده فرمود که آن نابینا را به نزدش بیارند. وقتی که او نزدیک آمد، عیسی از وی پرسید تو چی می‌خواهی؟ برایت چیکار کنم؟ وی جواب داد خواجه، می‌خواهم چشمانم بینا شوند. عیسی گفت بینا شو، ایمانت تو را شفا داد. خودی همان لحظه چشمان وی بینا شد و او خدا را ستایش کنان از پس عیسی رفت. تمام مردم این را دیده خدا را حمد و ثنا می‌خواندند. باب 19. عیسی به شهر اریحا در آمده از آن می گذشت. در آن شهر زکی نام مرد ثروتمندی بود که وظیفه سردار اندازگیران را با عهده داشت. وی می خواست ببیند که عیسی کیست، ولی از بس که مردم زیاد بود و زکی قدی پست داشت، او را دیده نتوانست. بنابراین او دویده پیش گذشت و با بالای درخت انجیر برآمد تا که عیسی را هنگام از آنجا گذشتنش ببیند. وقتی که عیسی به آنجا نزدیک شد، به زکی نگاه کرده گفت زکی، زودتر پایان فرا، من باید امروز در خانه تو بمانم. وی زود پایان فرامده با خرسندی عیسی را مهمانداری کرد. این را دیده همه ناراضگی خود را بیان نموده می گفتند او در خانه مرد گناهگار مهمان شده است. اما زکی راست ایستاده به خداوند عیسی گفت ای خواجه، من نصف بایگریم را به بیچارگان می دهم و اگر از کسی با فریب پول ستانده باشم 4 برابر زیادتر بر می گردانم. عیسی گفت امروز به این خانه نجات آمد، چون که زکی هم از نسل ابراهیم است، زیرا پسر آدمی زاد برای آن آمده است که گمراه شده را کافته یابد و نجات دهد. از بس که عیسی الکی در نزدیکی اورشلیم بود و شنوندگان او گمان داشتند که پادشاهی خدا به زودی فرا می رسد، وی مثل گفتن را دوام داد. یک شخص عالی مرتبه به کشوری دوردست سفر داشت تا حقوق به تخت پادشاهی نشستنش را تصدیق نموده برگردد. پیش از رفتن وی 10 نفر خدمتگارانش را نزدش دعوت کرده به هر کدامش یک تاگی تنگه طلا داد و گفت در وقت نبودن من این تنگه ها را به کار برید. اما هموطنانش که به وی نفرت داشتند از پس وی سفیرانشان را فرستادند تا رفته چنین بگویند ما نمی خواهیم که وی بر ما پادشاهی کند. وقتی که او تخت پادشاهی را صاحب شده برگشت، فرمان داد تا همان خدمتگارانی را که به آنها پول داده بود به نزدش جیغ زنند. وی میخواست بفهمد که هر یکی از آنها چقدر فایده به دست آورده است. اولینش آمده گفت خواجه‌ام، پولی شما 10 برابر زیادتر فایده آورد. پادشاه با وی گفت آفرین خدمتگاری نیکم، از بس که در اجرای وظیفه اندک وفاداریت را نشان دادی، تو را به 10 شهر حاکم تعیین میکنم. دویمین آمده گفت خواجه‌ام، پولی شما 5 برابر زیادتر فایده آورد. پادشاه به وی گفت تو را نیز به 5 شهر حاکم تعیین میکنم.
سیومین آمده گفت: خواجه‌ام، انا این همان پولی شما. من آن را بر روی مالچه پیچانده نگاه داشتم، چون که از شما می ترسیدم. آخر شما آدمی سختگیر هستید. از آن جایی که نگذاشته اید می گیرید و آن چیزی را که نکاشته اید درو می کنید. پادشاه به وی گفت: ای خدمتگاری بد، از روی آن چیزی که گفتی به تو حکم می برارم. تو می دانستی که من آدمی سختگیر هستم و از آن جایی که نگذاشته ام می گیرم و آن چیزی را که نکاشته ام درو می کنم. پس چرا پولی مرا به معاملات ندر آوردی تا که وقتی برگشتنم آن را با فایده اش بگیرم؟ بعد به آنهایی که در نزدش بودند فرمان داد: از دستش تنگه طلا را گرفته به خدمتگار دهید که 10 برابر زیادتر فایده آورد. آنها گفتند: خواجه‌ام، آخر وی الکی 10 برابر زیادتر دارد. من به شما می گویم به هر کسی که چیزی دارد باز داده می شود، لیکن از کسی که ندارد حتی آن چیزی اندکی که دارد گرفته می شود. حالا باشد آن دشمنانم را که نمی خواستند به آنها پادشاهی کنم به اینجا بیارید و در پیش نظرم به قتل رسانید. عیسی این مثل را نقل کرده راهش را دوام داد و به سوی اورشلیم رهسپار گشت. وقتی که آنها به دهه های بیت فاجی و بیت عنیای نزد کوه زیتون رسیدند، عیسی 2 شاگردش را فرستاده گفت: به دهه‌ای که در رو بروی شماست روید و همین که وارد آن گشتید خری بسته ای را می‌بینید که تا حال کسی به آن سوار نشده است. بندش را گشاده آن را به اینجا بیارید. اگر کسی از شما پرسد که برای چی بندش را می‌گشایید، گویید که وی به خداوند در کار شد. شاگردان فرستاده شده رفتند و خر را همان طوری که او به آنها گفته بود یافتند. وقتی که آنها بند خر را می‌گشادند، صاحبانش از آنها پرسیدند: چرا بند خر را می‌گشایید؟ آنها جواب دادند: وی به خداوند لازم است. پس آنها خر را به نزد عیسی آورده به بالایش جامه‌های خود را پرتافتند و عیسی را به آن سوار کردند. عیسی سواره می رفت و مردم جامه‌های خود را پیش راه او پایانداز می کردند. وقتی عیسی به راه نزدیک شد که آن از بالای کوه زیتون پایان می رود، تمام گروه شاگردانش برای همه معجزه هایی که دیده بودند شادی کنان با آواز بلند خدا را حمد و ثنا خوانده می گفتند: برکت یابد شاهی که به نام خداوند می آید. صلح در آسمان و شهرت و جلال به خدا در آسمان. بعضی فریسیان از بین مردم به عیسی می گفتند: ای استاد، شاگردانت را آرام کن. وی جواب داد: باور کنید اگر آنها خاموش شوند سنگ ها داد می زنند. وقتی که آنها نزدیکتر آمدند، عیسی شهر را دیده گریه کرد و گفت: اوه کاش که اقلاً همین روز راهی را که تو را به آسایشتگی می برد می دانستی. ولی حالا آن راه از چشمان تو پنهان است، از بس که تو وقتی به نزدت آمدن خداوند را نفهمیدی. به سرت روزهای سخت خواهند آمد. دشمنانت گرد تو خاک دیوارها ساخته احاطه می کنند. آنها از هر طرف فشار آورده تو و ساکنانت را به خاک یکسان خواهند کرد و در تو سنگ بر بالای سنگ نخواهد ماند. عیسی به حولی معبد خدا وارد شده آنهایی را که به خرید و فروش مشغول بودند بیرون راند. او با آنها گفت: خدا در نوشتجات گفته است که خانه من خانه دعا می شود. شما باشد آن را به خانه دزدان تبدیل داده اید. او هر روز در معبد خدا مردم را تعلیم می داد. کاهنان کلان، استادان شریعت و راهبران خلق اسرائیل در پی کشتن او بودند، ولی علاج این کار را یافته نمی توانستند، چون که تمام مردم به ایست و با دقت به هر یک سخن او گوش می دادند.
بابی 20. روزی وقتی که عیسی در معبد خدا مردم را تعلیم داده خبر خوش را اعلان میکرد، به نزدش کاهنان کلان، استادان شریعت و پیران قوم آمده پرسیدند: به ما بگوی تو با کدام حقوق چنین کارها را میکنی؟ این حقوق را به تو کی داده است؟ عیسی در جواب گفت: من هم به شما یک سوال دارم. شما به من جواب دهید که به یحیی کی حقوق داده بود که آدمان را تعمید دهد؟ خدا یا انسان؟ آنها با هم محاکمه نموده گفتند: اگر خدا داده بود گوییم او از ما میپرسد که چرا به یحیی باور نکردید، اما اگر انسان گوییم تمام مردم ما را سنگسار میکنند، چون که آدمان باوری کامل دارند که یحیی پیغمبر بود. آنها جواب دادند که نمیدانند و عیسی به آنها گفت: پس من هم به شما نمیگویم که با کدام حقوق این کارها را میکنم. بعد عیسی به خلق نقل کردن این مثل را سر کرد. شخص تاکزار بنیاد کرد و آن را به چند نفر اجاره داده به مدت دور و دراز به کشور دیگر سفر کرد. چون وقت حاصل غنداری رسید، او خدمتگار را به نزد تاک پروران فرستاد تا حق خود را از آن تاکزار بگیرد، ولی تاک پروران او را زده با دست خالی فرستادند. آن وقت او خدمتگار دیگر را فرستاد، ولی آنها او را هم زده حقارت کردند و با دست خالی فرستادند. او باز خدمتگار سیومش را فرستاد، وی را نیز زخمدار کرده بیرون پرتافتند. آنگاه صاحب تاکزار گفت: چی باید بکنم؟ پسری عزیزم را میفرستم، شاید او را عزت و احترام کنند. ولی تاک پروران پسری او را دیده به یک دیگر گفتند: وی میراث خور است، بیایید او را میکشیم تا که صاحب میراث شویم. و او را از تاکزار بیرون برآورده کشتند. به فکر شما صاحب تاکزار با آنها چگونه رفتار میکند؟ وی برگشته آن تاک پروران را میکشد و تاکزار را به دیگران میدهد. آنهایی که عیسی را میشنیدند گفتند: خدا نگاه دارد. او با آنها نگاه کرده گفت: پس این کلمه های نوشتجات چی معنا دارند؟ آن سنگی را که بناکاران نادرکار حساب کرده یک سو پرتافتند، سنگ اساسی ته کرسی بنا گردید. هر کی به بالای آن سنگ غلطد میده میده می شود و اگر این سنگ به بالای کسی افتد وی را مجق می کند. استادان شریعت و کاهنان کلان فهمیدند که این مثل بر ضد آنها بود و خواستند همان زمان عیسی را دستگیر کنند، ولی از مردم می ترسیدند. آنها یک چند نفر را برای از پی عیسی پاییدن فرستادند تا که خود را راست قول نشان داده او را با سخن به دام افشانند و برای حکم شدن به دست حاکم رومی سپارند. آنها از عیسی پرسیدند: استاد، ما می‌دانیم که سخنان و تعلیمات تو از روی حقیقت است. می‌دانیم که نسبت هیچ کس روی بینی نداری و راه‌های خدا را از روی حقیقت تعلیم می‌دهی. بگو که آیا به شاهنشاه روم انداز سپاریم یا نه؟ او از مکر آنها پی برده با آنها گفت: به من یگان تنگه دینار را نشان دهید. در این تنگه عکس و نام کی است؟ شاهنشاه جواب دادند آنها. عیسی با آنها گفت: پس آنچه از آن شاهنشاه است به شاهنشاه بدهید و آنچه از آن خداست به خدا. آنها نتوانستند عیسی را پیش مردم با سخن به دام افشانند و از جواب او به حیرت افتاده خاموش شدند. چند نفر از رویه صدوقیان که زنده شوی مردگان را انکار می‌کردند به نزد عیسی آمدند و به او چنین سوال دادند: استاد، موسی در شریعت به ما نوشته است که اگر برادری کسی فرزند نیافته بمیرد، بگذار وی زن او را به نکاح خود درآورد و فرزندانی به دنیا آمده را همچون نسل برادری مرحومش بداند.
اینک 7 نفر برادر بودند. برادری کلانی زن گرفت، اما فرزند ندیده از عالم چشم پوشید. برادری دویم، سیوم و همین طور همه 7 برادران زن برادرشان را به زنی می گرفتند، ولی هیچ یک از آنها فرزند به دنیا نآورده وفات کرد. عاقبت زن هم از عالم چشم پوشید. پس روزی که مرده ها زنده می شوند، وای زنی کدام از آنها می شود؟ آخر همه 7 برادران او را به زنی گرفته بودند. عیسی جواب داد: آدمان این دنیا زن می گیرند و به شوهر می برایند، ولی آنهایی که لایق دانسته شدند که زنده شوند، پس از آن به آن دنیا رفتنشان نه زن می گیرند و نه شوهر می کنند. آنها دیگر نمی میرند، چون که مثل فرشته ها می شوند. آنها فرزندان خدا هستند، آخر خدا آنها را زنده کرده است. در حکایه بوته سوخته ایستاده، موسی خداوند را خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب نامیده نشان داد که مردگان زنده می شوند. او نه خدای مردگان بلکه خدای زندگان است. برای خدا همه زنده هستند. آنگاه بعضی از استادان شریعت گفتند: خوب گفتی استاد، و دیگر هیچ کس جرأت نکرد که با او سوال بدهد. اما عیسی با آنها گفت: برای چه آدمان میگویند که مسیح یعنی تعیین شده خدا پسر شاه داوود است؟ آخر خود داوود در کتاب زبور میگوید: خداوند و خداوند من گفت تا دمی که دشمنانت را زیر پایهایت نگذارم، از دست راستم بشین. داوود مسیح را خداوند می نامد، پس چطور وی پسر شاه داوود شده می تواند؟ هنگامی که تمام مردم به سخنان وی گوش می کردند، عیسی به شاگردان خود گفت: از استادان شریعت احتیاط باشید. با آنها معقول است که لباسهای قیمت پوشیده گردند و مردم در بازارها با آنها با عزت و احترام سلام دهند. آنها در جایهای بهترین جماعت خانه ها نشستند و در ضیافتها بالانشینی را دوست می دارند. آنها نمایشکارانه دور و دراز دعا می خوانند، ولی در اصل مال و ملک بیوزنان را خورده غارت می کنند. آنها برای این کارهایشان جزای سخت‌ترین را می بینند. باب 21. عیسی یک نظر انداخته بایهای را دید که به صندوق خیریه صدقه های خود را می انداختند. او بیوزنی کمبغل را نیز دید که به آنجا 2 تنگه خرد مسکین را انداخت. بعد گفت: به راستی به شما می گویم که این بیوزنی بیچاره از همه زیادتر خیرات کرد، چون که آنها از زیادتی بایگریشان صدقه می کردند. وی باشد تمامی رزق و روزیش را داد. وقتی که بعضی ها درباره معبد خدا سخن می راندند و تعریف می کردند که آن با چگونه سنگ‌های زیبا و هدیه‌های قیمت‌بها آرا داده شده است، عیسی گفت: روزهای می آیند که از همه این چیزهای می دیده‌تان سنگ در بالای سنگ نمانده به زمین یکسان می شوند. از او پرسیدند: استاد، پس این حادثه کی روی می دهد و به عمل آمدن آن را از کدام علامت می فهمیم؟ او جواب داد: احتیاط شوید که مبادا گمراه نشوید، زیرا بسیار کسان با نام من آمده می گویند من همانم، و یا وقتش رسید، از پس آنها نروید. وقتی که صداهای جنگ ها و شورش ها را می شنوید، به واهمه نافتید، زیرا اول باید همه این واقعه ها روی دهند، ولی این معنای یک باره رسیدن آخر زمان را ندارد. بعد عیسی با آنها گفت: یک خلق با خلق دیگر و یک دولت با دولت دیگر می جنگد. زمین جنبی های سخت می شود و در هر جا گرسنگی و بیماری های مرگاور می آیند.
از آسمان حادثه های پردهشت و علامت های بزرگ نمایان خواهد گشت. ولی پیش از آن که همه این به عمل آید، شما را دستگیر کرده عذاب می دهند و به جماعت خانه ها و زندان ها می برند. به خاطر نام من شما را به نزد پادشاهان و حاکمان می برند و امکانیت پیدا می کنید که درباره من شهادت دهید. قرار دهید که درباره چی جواب دادنتان پیشکی تشویش نمی کشید. زیرا من به شما چنان حکمت عطا می کنم و سخنان را به دهانتان می گذارم که هیچ یکی از دشمنانتان نمی تواند بر آن مقابلت نشان داده ناراضگی خود را بیان کند. حتی پدر و مادران، برادران، خویشان و دوستانتان شما را تسلیم خواهند نمود و بعضی شما کشته می شوید. به سبب مرا پیروی کردنتان همه به شما با چشم نفرت نگاه می کنند. ولی یک تار موی هم از سر شما نخواهد افتاد. ایستادگی نمایید و حیات را به دست خواهید آورد. همین که اورشلیم را در احاطه عسکران دیدید، بدانید که وقت ویران شدن آن نزدیک است. آن وقت کسانی که در یهودیه هستند به کوهستان گریزند. کسانی که در این شهر هستند از اینجا بروند و کسانی که در دهات هستند به شهر بر نگردند. چون آن روزها همچون اجرا شوی گفته های نوشته جاد روزهای جزا می شوند. وای بر حال حامله داران و مادرانی که کودک شیرخور خواهند داشت، چون که در زمین مصیبت بزرگ به عمل می آید و این مردم گرفتار غضب می شوند. بعضی ها از دم شمشیر هلاک می گردند و دیگران را به مملکت های گوناگون اسیر کرده می برند. غیر یهودیان باشند تا وقتی به آخر رسیدن دوره آنها اورشلیم را پایمال می کنند. در آفتاب و ماه و ستارگان علامت ها ظاهر می شوند و در روی زمین مردم به غم و اندوه پیچیده از خروش بحر و موجها به حیرت می افتند. از برای آنکه همه چیز در آسمان به جنبش می آید، آدمان از نزدیک شدن مصیبتی که به سر جهان می آید ترسیده بیهوش می شوند. در آن وقت آدمان پسر آدمی زاد را می بینند که در ابر با قدرت و شهرت و جلال بزرگ می آید. وقتی که به عمل آمدن این گفته ها سر می شود، قامتتان را راست کرده سرتان را بالا بردارید، چون که وقت آزاد شدنتان نزدیک است. بعد عیسی به آنها چنین مسئله را نقل کرد: به درخت انجیر و دیگر درختها نگاه کنید. وقتی می بینید که آنها برگ می برارند، می دانید که تابستان الک نزدیک است. همین طور هنگامی که به عمل آمدن این حادثه ها را می بینید، دانید که پادشاهی خدا نزدیک است. براستی به شما می گویم که هنوز آدمان این نسل از عالم نگذشته همه این به عمل می آید. زمین و آسمان نیست می شوند، اما گفته های من تا ابد می مانند. پس با خبر باشید که دلهای شما سرگرم عیش و عشرت، بدمستی و تشویش های این روزگار نشود و آن روز ناگهان مثل دام برای شما فرا نرسد. آن روز به سر تمام ساکنان روی زمین خواهد آمد. همیشه بیدار باشید و دعا گویید تا قوت داشته باشید که از دهشت‌های آینده خلاصی یابید و در نزد پسر آدمی زاد ایستید. هر روز عیسی در معبد خدا تعلیم می‌داد و چون بیگاه فرا می رسید به کوه زیتون رفته همانجا شب را روز می کرد. تمام مردم باشند سحری بر وقت برای شنیدن سخنان او به حولی معبد خدا می آمدند. باب 22.
عید فطیر که باز عید نجات نام دارد نزدیک می شد. کاهنان کلان و استادان شریعت از مردم می ترسیدند، بنابراین راهی را جستجو می کردند که عیسی را پنهانی به قتل رسانند. همان وقت شیطان به دل یهودای اسقریوطی که یکی از 12 شاگرد بود درآمد. یهودا به نزد کاهنان کلان و سرداران پاسبانان معبد خدا آمده به آنها مصلحت کرد که با کدام راه می تواند عیسی را به آنها تسلیم کند. آنها شاد گشته راضی شدند که به یهودا پول دهند. یهودا هم راضی شد و فرصت مناسب می جست که از مردم پنهانی عیسی را به آنها تسلیم کند. روز عید فطیر هم فرا رسید و در این روز باید بره عید نجات را قربانی می کردند. عیسی پتروس و یوحنا را فرستاده گفت: بروید و برایمان دسترخوان عید نجات را تیار کنید. آنها از او پرسیدند: در کجا می خواهی که تیار نماییم؟ عیسی با آنها در جواب گفت: وقتی که به شهر می درآیید شما را مرد پیشواز می گیرد که کوزه آب می برد. از پس او تا به خانه‌ای که وی می درآید روید. به صاحب آن خانه گویید: استاد از تو می پرسد کجاست مهمانخانه‌ای که او در آن با شاگردانش خوراک عید نجات را خورده تواند. او به شما بالاخانه کلانی را نشان می دهد که به ترتیب آورده شده است. همه چیز را در آنجا تیار کنید. آنها رفته همه را همان طوری که عیسی گفته بود دریافتند و خوراک عید نجات را تیار نمودند. هنگامی که وقت و ساعتش رسید، فرستادگان همراه عیسی به سر دسترخوان نشستند. عیسی با آنها گفت: بسیار می خواستم که پیش از عذاب و عقوبت‌هایم با شما این خوراک عید نجات را بخورم. به شما می گویم تا آن وقتی که عید نجات در پادشاهی خدا به عمل نآید از این خوراک دیگر نخواهم خورد. بعد کاسه را گرفته دعای شکرانه کرد و گفت: هر یکی شما این را گرفته از آن نوشید. به شما می گویم من بعد تا وقت آمدن پادشاهی خدا از شیره انگور نخواهم نوشید. سپس نان را گرفته به خدا شکر گفت و آن را پاره کرده به شاگردانش تقسیم نمود و گفت: این بدن من است که برای شما قربانی کرده می شود. برای یادآوری من همین طور بکنید. عیناً همین طرز پس از خوراک شام کاسه را گرفته گفت: در این کاسه خونی من است که برای شما ریخته می شود و با آن خدا با خلقش عهد و پیمان نو می بندد. دانید که کسی به من خیانت می کند همراه من در سر یک دسترخوان است. پسر آدمی زاد همان طوری که برایش تعیین کرده شده است می میرد، ولی وای بر حال کسی که به او خیانت می کند. فرستادگان از یکدیگر پرسیدن گرفتند که کدام از آنها این کار را می کرده باشد. در بین شاگردان بحث و مناظره به عمل آمد که کدام از آنها باید بزرگتر شمرده شود. عیسی باشد با آنها گفت: پادشاهان و حاکمان حکمشان را بر مردم خود می گذرانند و خود را آدم دوست می نامند، اما در بین شما نباید این طور باشد. بگذار بزرگترین از بین شما مثل خردترین رفتار بکند و سردار مثل خدمتگار. پس کی بزرگتر است؟ آنی که در سر دسترخوان نشسته است و یا کسی که به وی خدمت می کند؟ مگر نه آن کسی که در سر دسترخوان نشسته است؟ ولی من در مابین شما مثل خدمتگار هستم. وقتی که از آزمایش ها می گذشتم همراه هم بودید. چنان که پدرم به من پادشاهی را سپاریده است، من نیز آن را به شما می سپارم تا که شما در پادشاهی من از دسترخوانم بخورید و بنوشید و در تختها نشسته به 12 قبیله اسرائیل حکمرانی کنید. عیسی گفت: شمعون شمعون، بدان که شیطان طلب کرد که همه شما را مثل گندم از غلبیر گذراند،
ولی من برای تو دعا کردم تا که ایمانت را از دست ندهی و وقتی توبه کرده برگشتنت برادران خود را استوار گردانی. پتروس با او گفت: خواجه، من تیار هستم که با تو هم به حبس و هم به مردن بروم. ولی عیسی گفت: به تو میگویم ای پتروس، خودی همین روز پیش از آن که خروس جیغ زند تو 3 بار انکار میکنی که مرا میشناسی. عیسی از شاگردان پرسید: وقتی که من شما را بی پول، بی بارخلطه و بی پای افزال فرستاده بودم، مگر از یگان چیز کمبودی داشتید؟ آنها جواب دادند: نه، نداشتیم. او با آنها گفت: ولی اکنون بگذار آن کسی که پول دارد پول و بارخلطه‌اش را با خود بگیرد. اگر شمشیر نداشته باشد بگذار جامه‌اش را فروخته خرد. به شما میگویم در نوشتجات گفته شده است: او را به قطار جنایتکاران درآوردند. این گفته ها درباره من باید اجرا شوند، زیرا همه آن چیزی که در حق من نوشته شده است اجرا می شود. آنها گفتند: خداوندا، انا در اینجا 2 شمشیر هست. وی جواب داد: بس کنید. عیسی از شهر برآمده چون هر وقته به کوه زیتون روانه شد. شاگردان نیز از عقیب او رفتند. به آنجا رسیده عیسی به آنها گفت: دعا کنید تا که به وسوسه نیفتید. خودش باشد به مسافه پرتافتن سنگ از آنها دور شد و به زانو ایستاده دعا کرد: ای پدر، التماس میکنم این کاسه عذاب را از سر من دور کن، اما بگذار نخواستی من بلکه خواستی تو اجرا شود. از آسمان فرشته ظاهر شد و به او قوت بخشید. عیسی از درد و سوزش زیاد با جد و جهد بیشتری دعا میکرد و عرق بدنش از او مثل قطره های خون به زمین میچکید. بعد از دعا عیسی برخاسته به نزد شاگردان برگشته دید که آنها از غم و غصه بیمدار شده خوابیدند. پس به آنها گفت: چرا خواب رفته اید؟ برخاسته دعا کنید تا که به وسوسه نیفتید. هنوز او سخنش را تمام نکرده توده آدمان پیدا شد و پیشاپیش آنها همان می آمد که یهودا نام داشت و یکی از آن 12 شاگرد بود. وی به عیسی نزدیک شد تا که او را ببوسد. عیسی به وی گفت: یهودا، مگر با این بوسه پسر آدمیزاد را تسلیم میکنی؟ پس شاگردانی که در گرد عیسی ایستاده بودند عاقبت کار را پی برده گفتند: خواجه، با شمشیر بزنیم. و یکی از آنها به غلام سرکاهن حمله آورد و گوش راستش را بریده پرتافت. بس کنید، بس، گفت عیسی و به گوش غلام دست رسانده او را شفا داد. بعد به کاهنان کلان، سرداران پاسبانان معبد خدا و پیران قوم که برای دستگیر نمودن او آمده بودند گفت: به فکر شما من یگان راهزن هستم که با کلتک و شمشیرها آمده اید. هر روز همراهتان در معبد خدا بودم و شما به من دست بالا نمی کردید، اما حالا وقت شما و وقت حکمرانی تاریکی رسیده است. آنها عیسی را دستگیر نموده به خانه سرکاهن بردند. پتروس در مسافه کمی دورتر از پشتشان آمد. در مابین حولی آتش درگیراندند و آدمان گرد آن یک جای نشستند. پتروس هم با آنها نشست. کنیزک او را در روشنایی آتش دیده با دقت به او نگاه کرد و گفت: این آدم هم با عیسی بود. ولی پتروس انکار کرده گفت: ای خواهر، من او را نمی شناسم. بعد از چند مدت یک آدم دیگر وی را دیده گفت: تو هم یکی از آنها هستی؟ نه اکا، نیستم، گفت پتروس. تخمینا 1 ساعت گذشت و باز یک نفر با باوری کامل گفت: انیق، این کس هم با عیسی بود، چون که او نیز جلیلی است.
گوش کن، من نمیدانم تو چی ها گفته ایستاده ای، گفت پتروس. همان لحظه وقتی که این را می گفت خروس جیغ زد. خداوند عیسی به پتروس روی آورده نگاه کرد و سخن او به خاطر پتروس آمد. او گفته بود که خودی همین روز پیش از جیغ زدن خروس و 3 بار عیسی را انکار می کند. پتروس از حولی بیرون برآمده زار زار گریه کرد. آدمانی که عیسی را دستگیر نموده بودند او را مسخره کرده می زدند. چشمانش را بسته از او می پرسیدند اگر پیغمبر باشی کنی گوی کی تو را زد؟ و او را بسیار حقارت می کردند. وقتی که روز شد جماعت از پیران قوم، کاهنان کلان و استادان شریعت همراه شده عیسی را به شورای پیران آوردند. آنها گفتند بگو که آیا تو تعیین شده خدا هستی؟ عیسی گفت اگر گویم باور نمی کنید و اگر خودم سوال دهم جواب نمی گردانید. ولی من بعد پسر آدمی زاد از دست راست خدای پرقدرت خواهد نشست. آنها همه‌شان گفتند پس تو چی؟ پسر خدا هستی؟ او جواب داد شما خودتان می گویید که من هستم. پس آنها گفتند باز چی دلیلی به ما لازم است؟ خودی ما همه چیز را از زبان او شنیدیم. باب 23. بعد تمام شورا از جای برخسته عیسی را به نزد حاکم پیلاطس بردند و به عیبدار کردن او شروع نموده گفتند ما انیق کردیم که این آدم مردم ما را از راه می زند. وی به شاهنشاه سپاریدن انداز را منع می کند و حتی خود را مسیح و پادشاه می نامد. پیلاطس از او پرسید مگر تو شاه یهودیان هستی؟ عیسی به وی جواب داد تو خودت همین طور می گویی. پیلاطس به کاهنان کلان و مردم گفت من در او هیچ عیب نیافتم. ولی آنها در گپ خود ایستاده می گفتند او با تعلیماتش تمام مردم یهودیه را به شور می اندازد. از جلیل سر کرده تا اینجا آمد. پیلاطس این را شنیده گفت این آدم از جلیل است؟ و چون فهمید که عیسی از ولایت بوده است که در زیر حکمرانی هرودس است او را به نزد هرودس فرستاد. خود هرودس همان وقت در اورشلیم بود. هرودس عیسی را دیده بسیار خرسند شد زیرا کیها باز او را دیدن می‌خواست و از بس که درباره‌اش بسیار چیزها را شنیده بود امید داشت که یگان معجزه عیسی را می‌بیند. وی به عیسی سوال‌های بسیاری داد ولی او هیچ جوابی نمی‌داد. کاهنان کلان و استادان شریعت باشند در آنجا ایستاده با شدت خشم و غضب او را عیبدار می‌نمودند. هرودس همراه سربازانش عیسی را تحقیر و مسخره کرد. بعد به او جامه شاهانه پوشانده باز به نزد پیلاطس فرستاد. گرچند پیشتر هرودس و پیلاطس با یکدیگر دشمن بودند از همان روز سر کرده با هم دوست شدند. پیلاطس کاهنان کلان، راهبران و مردم را دعوت کرده با آنها گفت شما این آدم را همچون ویران کننده خلق به نزد من آوردید. من در حضور شما با وی سوال داده فهمیدم که این آدم در یگان جنایتی که شما او را گناهکار میکنید عیبدار نیست. هرودس هم در او یگان عیب نیافته او را باز به نزد ما فرستاد. پس این آدم هیچ کاری نکرده است که سزاوار مرگ باشد. من فرمان می دهم که او را قمچین کاری کنند و بعد آزاد می کنم. همین وقت همه با یک آواز داد زدند قتل کنید او را، برای ما برابا را آزاد کنید. برابا
آدمی بود که از برای برداشتن شورش در شهر و آدمکشی به حبس پرتافته شده بود. پیلاطس که عیسی را آزاد کردن می‌خواست، باز با آنها سخن گفت، ولی آنها داد می‌زدند: او را به صلیب میخکوب کنید، میخکوب کنید. پیلاطس بار سیوم هم با آنها گفت: چرا؟ آخر او چی بدی کرده است؟ من در او هیچ عیبی نیافتم که سزاوار مرگ باشد. من او را همچین کاری کرده آزاد می نمایم. ولی آنها به ایست با تمام آواز داد می زدند و طلب می کردند که عیسی به صلیب میخکوب کرده شود. آنها با داد و فریاد خود گپشان را گذراندند و پیلاطس همان حکم را برآورد که آنها طلب می کردند. موافق خواهش آنها و شخصی را که برای شورش و آدمکشی به حبس پرتافته شده بود آزاد کرد. عیسی را باشد به اختیار آنها سپارید. سربازان عیسی را برای به قتل رساندن می بردند. آنگاه شمعون نام مردی که از دهه قیروان بود از دهه آمده ایستاده بود. سربازان شمعون را باز داشته به کتفش صلیب را بار کردند که از عقب عیسی برداشته برد. از عقب عیسی آدمانی بیشمار می رفتند و در بین آنها زنانی بودند که برای او زار زار می گریستند. عیسی با آنها روی آورده گفت: ای زنهای اورشلیم، به حال من گریه نکنید، به حال خود و فرزندانتان گریه کنید. زیرا روزهای می آیند که آدمان چنین می گویند: خوشبختند زنهایی که نازای هستند، تولد نکردند و فرزند نمک خواندند. آن وقت آدمان به کوهها خواهند گفت: به سر ما بیفتید، و به تپه ها خواهند گفت: ما را پوشانید. اگر با من که مثل درخت سبز هستم چنین رفتار کنند، احوال آنهایی که مثل درخت خشک هستند چه می شده باشد؟ همراه عیسی باز دو جنایتکار را به قتل می بردند. چون به جایی که کاسه‌خانه سر نام دارد رسیدند، عیسی را به صلیب میخکوب کردند. آن جنایتکاران را نیز یکی را از طرف راست و دیگری را از طرف چپ او به صلیب‌ها میخکوب کردند. عیسی گفت: ای پدر، آنها را ببخش، زیرا نمی‌دانند که چی کار میکنند. سپس سربازان برای تقسیم کردن لباس عیسی قرعه پرداختند. مردم راست ایستاده تماشا میکردند. راهبران خلق باشند به حال عیسی خندیده میگفتند: دیگران را نجات میداد، کنی اگر مسیح و انتخاب شده خدا باشد خود را نجات دهد. سربازان نیز او را مسخره می نمودند. آنها به عیسی نزدیک شده با او سرکا دراز کردند و گفتند: اگر تو شاه یهودیان باشی خودت را نجات ده. به لوحه‌ای که بالاتر از سر عیسی زده شده بود چنین نوشتند: این شاه یهودیان است. یکی از جنایتکاران میخکوب شده و عیسی طعنه زده می گفت: مگر تو مسیح نیستی؟ پس هم خودت و هم ما را نجات ده. ولی دویمین در جواب او را سرزنش کرده گفت: مگر از خدا نمی ترسی؟ آخر ما هم به مرگ محکوم شده ایم. ولی جزای ما از روی عدالت است، زیرا آنچه را سزاوار بودیم همان را گرفتیم. وای باشد هیچ کاری بده نکرده است. بعد او گفت: عیسی، التماس وقتی که در تخت پادشاهیت میشینی مرا به یادت بیار. عیسی با او جواب داد: به راستی به تو میگویم که خودی همین روز با من در بهشت میشوی. قریب نصف روزی بود که تمام روی زمین را تاریکی فرا گرفت و تا ساعت 3 دوام یافت. آفتاب روشنایی نمی کرد و همین وقت پرده که جای مقدس ترین معبد خدا را جدا می کرد دریده 2 پاره شد. عیسی با آوازی بلند ندا کرد: ای پدر، روح خود را به دست تو می سپارم.
این را گفته جان داد. یکی از سرداران لشکر این حادثه را دیده خدا را حمد و ثنا خواند و گفت در حقیقت این مرد بیگناه بود. تمام مردمی که به تماشای این حادثه جمع آمده بودند این را دیده از غم مشت بر قفس سینه می زدند و به خانه هایشان برمی گشتند. ولی همه آنهایی که عیسی را پیشتر می شناختند و زنهایی که با او از جلیل آمده بودند از دور ایستاده تمام واقعه ها را تماشا می کردند. یوسف نام مرد خوب و نیکوکار از شهر رامای یهودی نشین بود. او فرار رسیدن پادشاهی خدا را انتظاری می کشید و با وجود اعضای شورای پیران بودنش با کار و قرار برآورده شورا راضی نبود. یوسف پیش پیلاطس رفته جسد عیسی را طلب کرد. او آن را از صلیب پایان فرآورده به متاع صوف پیچاند و به قبری که در غار ساخته شده بود گذاشت. تا حال به آن قبر کسی را نگذاشته بودند. روز شنبه یعنی روز استراحت نزدیک بود و مردم به آن تیاری می دیدند. زنهایی که با عیسی از جلیل آمده بودند از عقب یوسف رفته هم قبر و هم طرز گورانده شدن جسد عیسی را دیدند. بعد آنها به خانه هایشان برگشته روغنهای خوشبوی و مالیدنی ها را تیار نمودند. در روز شنبه آنها موافق قانون شریعت دم گرفتند. باب 24. روز یکشنبه سحری بر وقت زنها عطرهای خوشبوی را گرفته به سوی قبر روانه شدند. ولی آمده دیدند که سنگ دهن قبر به یک طرف غیلانده شده است. آنها به درون در آمده جسد خداوند عیسی را نیافتند. زنها حیران شده می ایستادند که بناگاه در پیش نظرشان دو کس پیدا شدند که در تن لباسهای درخشان داشتند. زنها از ترس خود را روی به زمین پرتافتند ولی آن دو نفر به آنها گفتند چرا زنده را در بین مرده ها می جویید؟ او زنده شد و در اینجا نیست. به یاد آرید که وقتی در جلیل بودنش او به شما چی گفته بود؟ او گفته بود که پسر آدمی زاد باید به دست گناهکاران سپاریده شود و آنها باید او را به صلیب محکوب کنند ولی در روز سیوم او باید زنده گردد. و زنها سخنان عیسی را به خاطر آوردند. سپس از سر قبر برگشته همه این را به 11 شاگرد و همه دیگران نقل نمودند. این واقعه را به فرستادگان مریم مجدلیه، یوحنا، مریم مادر یعقوب و زنهای دیگر نقل کردند. ولی سخنان آنها به نظر فرستادگان همچون سفسطه نمود و آنها به گپ زنها باور نکردند. پتروس باشد همان زمان به سوی قبر دویده به درون آن نگاه کرد لیکن تنها کفن خالی را دید و از این حادثه حیران شده به خانه برگشت. خودی همان روز 2 نفر از پیروان عیسی به اماوس نام دهه روانه بودند که تقریباً 12 کیلومتر از اورشلیم دور بود. راهروان با یکدیگر درباره همه این واقعه ها گفتگو می کردند. هنگام گفتگوی و محاکمه اشان خودی عیسی با آنها نزدیک شده همراهشان روانه شد. آنها عیسی را می دیدند و لیکن نمی شناختند. پس او به سخن در آمده از آنها پرسید شما راهروان چرا محاکمه می کنید؟ آنها که چهره‌های غمگین داشتند باز ایستادند و یکیشان که کلیوپاس نام داشت به سوال عیسی با سوال جواب داد. در این روزها در اورشلیم چند واقعه روی داد.
از افتش تو یگانه مسافری هستی که از این واقعه ها خبر نداری. عیسی پرسید از کدام واقعه ها؟ آنها گفتند از واقعه هایی که با عیسی ناصری روی داد. او در پیش خدا و تمام مردم پیغمبری در گفتار و کردار توانا بود. ولی کاهنان کلان و راهبران ما او را به دست پیلاط سپاریدند تا به مرگ محکوم نماید و او را به صلیب میخکوب کردند. ما باشیم امید داشتیم که او اسرائیل را آزاد میکند. اما امروز 3 روز می شود که این واقعه روی داد و حالا زنهایی که همراه ما بودند ما را حیران کردند. آنها سحری بر وقت به سر قبر رفته جسد عیسی را نیافتند. سپس برگشته عرض نمودند که با آنها فرشتگان ظاهر شده گفتند که او زنده است. چند نفر از همراهان ما به سر قبر رفته همه چیز را همان طوری که زنها گفته بودند دریافتند، ولی خود عیسی را ندیدند. عیسی به آن 2 نفر گفت ای نادانان، شما با دشواری به گفته های پیغمبران ایمان می آورید. مسیح خدا پیش از صاحب تمام شهرت و جلالش شدن باید همه این عذاب را از سر می گذراند. آنگاه او از نوشته های موسی و همه پیغمبران سر کرده هر یک جای نوشتجات را که درباره او گفته بود با آنها فهماند. وقتی آن 2 نفر به دهه اماوس نزدیک شدند، عیسی چنین وانمود کرد که راهش را دوام دادن می خواهد. ولی آنها او را بسیار خواهش کرده گفتند با ما بمان، روز به آخر رسیده ایستاده است و شام نزدیک است. عیسی به خانه در آمده با آن 2 نفر ماند. او با آنها در سر دسترخوان نشسته نان را به دست گرفت و دعای شکرانه کرد و آن را پاره کرده به آن 2 نفر داد. همین وقت گویا پرده از چشمان آن 2 نفر برداشته شد و آنها عیسی را شناختند، ولی او از نظر آنها ناپدید گشت. آنها به یکدیگر می گفتند وقتی که او در راه با ما صحبت می کرد و معنای نوشتجات را می کشاد، دلمان از هیجان می تپید. آنها زود از جای برخسته به اورشلیم برگشتند و آن 11 فرستاده و پیروان دیگری عیسی را یافتند که با هم جمع آمده بودند. فرستادگان و پیروان می گفتند در حقیقت خداوند عیسی زنده شد، وی به شمعون ظاهر گردیده است. بعد آن 2 نفر نیز به جمع شدگان نقل کردند که در راه چی واقعه روی داد و چی خیل آنها عیسی را در وقت نان شکستنش شناختند. وقتی که شاگردان در این باره نقل می کردند، خود عیسی در میان آنها پیدا شده گفت صلح و آسایش بر شما باد. آنها به ترس و هراس افتاده فکر می کردند که ارواح را می بینند. او از آنها پرسید چرا اینقدر می ترسید و برای چی در دلتان شبهه پیدا شد؟ به دستانم به پایهایم نگاه کنید، این من هستم. به من دست رسانده بینید که من جسم و استخوان دارم، ولی ارواح این چیزها را ندارد. این را گفته دستان و پایهای خود را به آنها نشان داد. آنها از خرسندی هیچ باور کردن نمی توانستند و خیلی حیران بودند. آنگاه او از آنها پرسید شما در اینجا یگان چیزی خوردنی دارید؟ آنها به عیسی 1 برده ماهی پختگی دادند. وی ماهی را گرفته در پیش نظر آنها خورد. بعد به آنها گفت سخنهایی که هنوز در وقتی با شما بودنم به شما می گفتم چنین معنا دارند. همه آن چیزی که نسبت من در شریعت موسی، گفته های پیغمبران و در کتاب زبور نوشته شده است باید اجرا شود. آنگاه عیسی عقل آنها را روشن ساخت تا که معنای نوشتجات را فهمیده توانند. بعد به آنها گفت موافق گفته های نوشتجات مسیح باید عذاب کشد و در روز 3 زنده شود. همچنین به نام مسیح از اورشلیم سر کرده به همه خلقها اعلان کرده می شود که اگر توبه کرده از گناهایشان دست کشند گناهایشان بخشیده می شود. شما شاهدان همه این واقعه ها هستید. من به شما همان را که پدرم وعده کرده است می فرستم.
اینک شما تا وقت از آسمان قوت گرفتنتان در اورشلیم بمانید. عیسی شاگردان را بیرون از شهر برآورده همراهشان تا خود بیت عنیا رفت و دستانش را بالا برداشته آنها را برکت داد. وقتی که برکت میداد از آنها جدا شده به آسمان برده شد و آنها به او سجده نموده با شادی بی پایان به اورشلیم برگشتند. سپس همیشه در حولی معبد خدا بوده خدا را حمد و ثنا می‌خواندند.